عرض سلام و روز بخیر، شب بخیر دیگه در ایران. خدمت دوستان و همراهان عزیز با گفتگوی تأملی فلسفی روانشناختی بر پدیده مهاجرت در خدمت شما هستیم. یک گفتگوی کشور ما و همینطور در کشور افغانستان بحث درباره مهاجرت بسیار بسیار زنده شده، اگرچه چند سالی است موج مهاجرت از کشورمون به کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزلند خیلی زیاد شده. در حال حاضر هم این روند هر روز رو به رشده و بر آن شدیم با توجه به درخواستایی که شد و تجربه زیستی که خود من دارم و از طریق گفتگو با جناب آقای دکتر میرانی عزیز عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان و مترجم و نویسنده در حوزه روانشناسی تأملی فلسفی روانشناختی در باب پدیده مهاجرت داشته باشیم. یکی از واقعیت‌های زندگی بشر در سراسر تاریخ است و این رو باید بگیم که مختص جهان امروز نیست. اما تحولات گوناگون پسا صنعتی شدن کیفیت بسیار متفاوتی به مهاجرت در جهان جدید بخشیده و پرسش‌های گوناگونی درباره آن به وجود آورده که با رویکردهای گوناگون فرهنگی، فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی می‌توانیم به آن بپردازیم. ابعاد مهاجرت هم از روانشناسی فرد تأثیر می‌گیرند و هم بر روانشناسی فرد تأثیر می‌گذارند. هم از جهان بینی فرد تأثیر می‌گیرند و هم بر جهان بینی فرد تأثیر می‌گذارند و پرسش‌هایی از این دست را مطرح می‌کنند. مهاجرت بیشتر با چه انگیزه‌هایی صورت می‌گیرد و هر یک از این انگیزه‌ها بر روند و نتایج مهاجرت و فرد مهاجر چه تأثیری می‌گذارد؟ همونطور که می‌دونید میتونه انگیزه از مهاجرت انگیزه تحصیلی باشه، میتونه انگیزه سیاسی باشه، میتونه انگیزه برای دستیابی به آزادی بیان باشه، میتونه رفاه بیشتر باشه. ما در موردش صحبت می‌کنیم در مقاله دیگه. روش‌های گوناگون مهاجرت بر روان مهاجر و خانواده او چه تأثیری می‌گذارند؟ خب بر اساس انگیزه‌های مختلف روش‌های مختلف مهاجرت وجود دارد، قانونی و غیر قانونی گرفته تا موارد دیگری که صحبت می‌کنیم. مهاجرت چه پیامدهای روانشناختی ممکن است برای فرد داشته باشد؟ عوامل شخصیتی سن و جنسیت در هر یک از مراحل مهاجرت چه نقش‌هایی دارند؟ و یا پرسش‌هایی از این دست که مهمترین تبعات مهاجرت کلان برای کشور مبدأ چه خواهد بود؟ یعنی علاوه بر اینکه تبعات روانشناختی برای فرد مهاجر و خانواده اون میتونه داشته باشه، بر روی مردم سرزمین مبدأ هم وقتی که این مهاجرت تبدیل به امری کلان بشه، تاثیرات روانشناختی، اجتماعی، اخلاقی و ژنتیکی خواهد بود. و یک سوال فلسفی که سعی می‌کنیم به اون بپردازیم اگر این جلسه برگزار بشه و ادامه پیدا بکنه، این که آیا فردی که با اختیار خودش مهاجرت میکنه در قبال دیگر اعضای وطن خویش علاوه بر مسئولیت فردی که داره واجد مسئولیت اخلاقی و اجتماعی نیز هست و یا نه؟ خب دوست داریم به این پرسش‌ها بپردازیم. اگر بتونیم همراهی بکنیم با جناب دکتر میرانی، من یک بار دیگر سعی می‌کنم که ایشون رو اضافه بکنم. ضمن خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. یه سلامی بفرمایید تا گفتگو شروع کنیم. بله، منم عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان. ببخشید راستش استرس این با من بود و همین الان اومدن یک دو دقیقه می‌خواستیم بگیم مثلا میشه نمیشه اینا. عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و دوستان و خوشحالم که بالاخره بعد از دیدن این گفتگوهای خیلی خیلی ارزشمند و واقعا مفیدی که با اندیشمندانی داشتید قبل از من و همه‌شون برای من لذت بخش و آموزنده بود، خوشحالم که منم به این جمع اضافه شدم و در حقیقت امروز از طریق این صفحه شما با مخاطباتون در حقیقت صحبتی خواهم داشت و امیدوارم که این یک ساعت جز ساعت‌های به هر حال سودمندی باشه که با هم گفتگو می‌کنیم. همینطور است. حتما ممنون از لطف شما. ما هم تشکر می‌کنیم که شما دعوت ما رو قبول کردید. بسیار بسیار تقویت علمی، فرهنگی و اخلاقی حضرت عالی برای ما ارزشمنده و ما بسیار خوشحال شدیم که در این برنامه در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم. با این موضوع البته موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم یه مقدار شاید از منظر عنوان از پیج و برنامه‌هایی که ما تا امروز داشتیم دور بوده، ولی چند هفته پیش ما دو تا پست در مورد مهاجرت داشتیم و خود من چند وقت پیش یک یادداشت نوشته بودم که خبرگزاری مهر منتشر کرده بود و در صحبت که با جناب دکتر میرانی داشتیم قرار شد که ما متوجه شدیم ایشون تأملاتی در این زمینه دارند که بسیار بسیار میتونه به نظر من ارزشمند باشه. گفتیم که یک برنامه در این زمینه داشته باشیم و این شد انگیزه تشکیل این برنامه. به هر صورت به شخص خود من عرض می‌کنم که بنده سعی می‌کنم بیشتر در این جلسه
تجربه زیسته خودم رو مطرح بکنم و تخصصی در این زمینه ندارم و به هیچ وجه نمیخوام که یعنی بیش از حد صحبت کنم. بیشتر سعی میکنم به عنوان میزبانی باشم. یک تأملاتی داشتم که در یک از یادداشت‌ها مطرح کردم که سعی میکنم به همون تأملات صرفاً بپردازم. جناب رضا ایرانی عزیز، خب من مقدمه رو گفتم، همونطور که با هم صحبت کرده بودیم و در موردش بحثی کردیم، شما نوشتید برای من و من هم مواردی رو اضافه کردم. یه مقدمه رو در باب بحثمون از اون یادداشت خوندم. بهتره که با انگیزه های مهاجرت آغاز بکنیم یا حالا اگر شما یک مقدمه دیگری در مورد مفهوم مهاجرت می‌خواید داشته باشید این هم میتونیم مد نظر قرار بدیم. ولی من در اون یادداشتی که داشتم اومدم بر اساس تجربه زیستم موارد انگیزه هایی که منجر به مهاجرت حداقل در 2 دهه اخیر میشه رو برشمردم. مثلا مورد اول رو گفتم، خیلی از افراد مهاجرت میکنن. من وقتی که تجربه کردم و دیدم حالا در این 6-7 سالی که در آلمان بودم، رفت آمد داشتم و به کشور دیگه، اینکه برای دستیابی به حداقل رفاه اقتصادی بوده. افراد بسیاری هستن که در ایران وضعیت مناسبی ندارن، زیر خط صفر هستن و روز به روزم تعداد این افراد داره بیشتر میشه و خب میگن حالا که ما وضعیتمون صفر هست یا زیر صفر هست، چه بهتر که در کشوری زندگیمون رو دنبال بکنیم که حداقل بتونیم آینده روشن‌تری رو ببینیم و به این نتیجه برسیم که اگر تلاش می‌کنیم حداقل بتونیم به هدفمون برسیم، نه در سرزمین خودمون که شاید خودشون احساس می‌کنن که مطابق با تلاششون به اهدافشون دست پیدا نمی‌کنن. دسته دوم مهاجرت‌هایی هستن که اختصاص دارن به طبقه مرفه‌تری که یا فرزندانشون رو برای مثال می‌فرستن کشور شرق اروپایی برای تحصیل پزشکی یا رشته‌هایی که میتونه در آینده از نظر شغلی خوب باشه، یا به طور کلی خودشون مهاجرت می‌کنن برای دستیابی به رفاه و آزادی بیشتر به کشورهای مثل کانادا و یا آمریکا. و دسته سوم مهاجرت‌های سیاسی برشمرده شده که خب به خاطر اجبار سیاسی که همواره بوده هم در کشورهای دیگه و هم در کشور ما، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. و دسته چهارم انگیزه تحصیلی بوده که روز به روز داره بیشتر میشه. در حال حاضر بسیار زیاد شده در کشوری مثل آلمان. مهاجرت تحصیلی بسیار زیادی از ایران وجود داره. و دسته آخر هم افرادی هستند که از نظر اقتصادی صفر و یا زیر خط صفر نیستن، اتفاقا طبقه متوسطی هستن که من باشون مواجه شدم و وقتی من میپرسم که چرا مهاجرت کردین، دلیلشون نه تحصیلیه، نه سیاسیه، نه از روی رفاه زیاده که طبقه مرفهی باشن که فرزندانشون رو میخوان بفرستن یا به طور کلی مهاجرت کرده باشن، بلکه میگن که ما اگرچه طبقه متوسطی بودیم در ایران، ولی تنش‌های اقتصادی، اخلاقی و روانی بسیاری در کشور احساس می‌کردیم، چه در موقع رانندگی، در حوزه ترافیکی، چه در موقع تحصیل، چه در فضای کاری، چه وقتی که می‌دیدیم که اجناس داره روز به روز بالاتر میره و این تنش‌های روانی، اخلاقی و اقتصادی منجر به این شد که ما نهایتاً چنین مهاجرتی رو بپذیریم و نهایتاً انجام بدیم. خب یادگویی نکنم، واسه مقدمه بگم برای انگیزه‌هایی که من برشمردم در اون یادداشت در خدمت شما هستیم با انگیزه‌هایی که مد نظر شماست و پیامدهایی که چنین انگیزه‌هایی میتونه بر روان داشته باشه. بله، اصلا خدمتتون نکته جالبی فرمودید، این که از علی قصد دارید بر مبنای تجربه زیسته صحبت کنید، چون به هر حال خودتون الان تشریف بردید و آلمان هستید به سلامتی. من نقطه برعکس، من چون تجربهشو نداشتم اتفاقا تصمیم اینه که مطلقاً چون البته تجربهشو نداشتم، بنابراین حتی بر مبنای شنیده‌های دوستان یا آن چیزی که دوستان گفتن بالاخره یا در فضاهای گوناگون شنیدم، خیلی در واقع اینا رو مبنای کار قرار ندادم، بلکه تمام بحثام از اول تا آخر تا اونجایی که امکان داره بر مبنای پژوهش‌ها باشه، یعنی بر مبنای داده‌های پژوهشی و اونم معتبرترین پژوهش‌ها، چون مهاجرت یک مسئله‌ایه که در حقیقت بحث به شیوه‌های گوناگون میشه از دربارش صحبت کرد. دیگه ساده‌ترین بحثش همینه که شخص تجربه‌های خودش رو بنویسه یا از نگاه خاص خودش رو بنویسه، اصلا از قبل حتی اگر در واقع خودش تجربه در واقع مهاجر نیست و بومیه، مثلا یک نویسنده‌ای که مثلا آلمانیه یا مثلا آمریکایی یا بریتانیایی، خودش بخواد اونجا درباره مهاجرانی که اونجا هستن بنویسه، شاید مثلا با این نگرش بنویسه که من جوری بنویسم که دیگه کسی خیلی نیاد اینجا، یا نه بنویسم اینجا خیلی خیلی خوبه. میخوام بگم که سوگیری‌های شخصی به شیوه‌های گوناگون امکان داره وارد حتی پژوهش‌های علمی آکادمیک هم بشه. تمام تلاش من این بوده تا اونجایی که میتونم و امکان داره صحبتام بر مبنای پژوهش‌ها باشه، بنابراین میتونم در واقع اصلا منابع مختلف رو بدم خدمت دوستانی که بعدش سوال داشتن و تا اونجایی که امکان داره در واقع تا اونجایی که امکان داره اون بی‌طرفی شخصیه رو حفظ بشه. البته این که میگم تجربه نداشتم، اتفاقا من تجربه با کسانی که در حقیقت درگیر موضوع مهاجرت بودن داشتم و زیاد هم داشتم. خب و این عرض می‌کنم خدمتتون. اما در نهایت اینو می‌خوام خدمت دوستان عرض کنم، به هیچ عنوان از حرفای من این نتیجه رو نگیرن که حالا من میخوام بگم مهاجرت خوبه یا مثلا بده یا مثلا مهاجرت بکنیم یا مهاجرت نکنیم. تمام تلاشم اینه که یک رویکرد علمی نسبت به موضوع داشته باشم، چون اصلا برای اصلا کارم اینه و شخصیتی که
برای خودم، یعنی جایگاهی که برای خودم قائلم فقط یک جایگاه تا اونجایی که امکان داره علمی باشه. عرض کنم خدمتتون تجربه من با مهاجرت یعنی اینه، عرض کردم با کسانی بوده که مهاجرت داشتن. اولین بار سال 95 من یک پژوهش در واقع روانشناختی داشتم درباره نوجوانان مهاجر در تهران و کرج. یک پژوهشی داشتم در حقیقت درباره مقایسه خودپنداره و خودکارآمدی و احساس گناه همراه با تروما در نوجوانان مهاجری که به هر حال در ایران بودن ولی این تجربه مهاجرت رو از سر گذرونده بودن. خب اونجا من به خاطر انجام این کار با حدود 100 نفر ولی 100 نوجوان از رنج مثلا تقریبا 12 تا 18 سال مسابقه بالینی داشتم باشون صحبت کردم. با هر کدومشون شاید نزدیک 3 ساعت صحبت کردم که اصلا اولا ببینم تشخیص، چون موضوع خاص نوجوانانی بود که مبتلا به اختلال PTSD یا استرس پس از سانحه شده بودند که امروز هم دربارش بحث خواهیم کرد. به هر حال با نزدیک 100 نفر من مسابقه بالینی داشتم. از این میان بعضی انتخاب شدن و به هر حال نزدیک 1 سال من درگیر این کار پژوهشی بودم. بعد از اون در سالهایی که حالا کار مشاوره هم داشتم و کار مشاوره انجام دادم با 4 گروه 3-4 گروه به این صورت مواجه بودم. یکی پدر مادرایی بودند که به هر دلیل آمدن گفتن که حالا شما با بچه ما صحبتتون که پشیمان بشه، ما نمیخوایم بره مثلا مهاجرت کنه، ولی تصمیم مهاجرت گرفته و خب جواب منم این بوده که این اصلا کار من نیست و من چنین کاری انجام نمیدم. اصلا این که من بخوام در واقع روی تصمیم فرزند شما به این صورت تصمیم کار نمیکنم. بعد دانشجویانی بودند یا به هر حال جوانانی بودند که دقیقاً آمدن اینجوری صحبت کردن که میشه ما پدرمون یا مادرمون که مخالف بیاریم اینجا با شما صحبت کنید راضی بشه که ما بخوایم در واقع مهاجرت کنیم. دقیقاً همون جوابم به اینا دادم، گفتم نه این کار من نیست. مهاجرت یک تصمیم بسیار مهمه، تصمیم بسیار جدی و شخصیه که باید خود شخص درسته میتونه اطلاعات کسب کنه مشاوره، ولی اینکه من کسی را راضی کنم که مهاجرت کنه یا راضی کنم که از مهاجرت چشم بپوشه واقعا کار من نیست. بعضی از دانشجوها اومدن بعضی موقع گفتن که استاد می‌خوایم مقاله بنویسیم. دانشجو گفتن مقطع کارشناسی اینا کمکمون می‌کنی؟ بعد بهشون گفتم خب مسئله‌تون چیه؟ می‌خواید درباره چی بنویسید؟ بعد یکم نگاه کردم استاد هر چه شما بگید. گفتم یعنی چی؟ شما می‌خواید مقاله بنویسید بعد من موضوع بگم اصلا برای چی می‌خواید بنویسید وقتی مسئله نداری؟ گفتن که استاد ما می‌خوایم اپلای بگیریم و بریم. منم خب معمولا بهشون میگم نه، اگر مقاله‌ای که نویسنده درد موضوعش نداشته باشه، موضوعش براش مهم نباشه و بخاطر چیزای دیگه باشه، چیز خاصی معمولا در نمیاد و کمکم نکردم. و بالاخره داشتم مراجعانی و از این لازم برام جالب بوده که نه که بخوان به من بگن ما داریم می‌خوایم بریم عرض کنم خدمتتون مهاجرت کنیم و در این باره مشورت بخوان. برای مسائل دیگه اومدن ولی دیدم که مثلا توی یکی از به هر حال در اون مسابقه مفصلی که باشون داشتم دیدم که این هدفشون هست و مهاجرت یکی از گزینه‌هایی که تو ذهنشون هست و به هر حال به شیوه‌های گوناگون تاثیر گذاشته. به هر حال اون اگر ولی من بر مبنای اینا اصلا نمیخوام صحبت کنم. عرض کردم خدمتتون بر مبنای هر آنچه خدمتتون خواهم گفت بر مبنای داده‌های پژوهشی و پژوهش‌هایی که به نظر خودم به هر حال اون اعتبار آکادمیک لازم رو دارد. اما انگیزه‌های دکتر شما فرمودید، خب شما شاید مفصل‌تر از منم گفتید، خودتونم داشتید، ولی من اگر بخوام از نظریه‌های روانشناسی استفاده کنم، فکر می‌کنم که چون نظریه خاصی به طور دقیق درباره انگیزه‌های مهاجرت یعنی یک نظریه مدون نداریم، بنابراین من به نظریه‌های انگیزش و هیجان خود نظریه‌های انگیزش مراجعه کردم و بهشون فکر کردم و ببینم کدام یک از اینها میشه استفاده ازش کرد یا کدام بیشتر مورد توجه بوده. واقعیت اینه که هر مهاجرتی به قصد رفع نیازه. همین مواردی هم که شما گفتید همشون یک نیاز بنیادی بوده و اینا بیشتر به طرف یک نیاز بودن. بنابراین وقتی من به نظریه از طریق نظریه‌های نیازها به موضوع مهاجرت فکر کردم، دیدم که میشه اینها رو در دو تا همین مواردی که فرمودید درست در قالب دو تا دسته کلی میشه جایگزینشون کرد. خب اینم اگر من بخوام مثلا از نظریه مازلو استفاده کنم، این نیازها رو به دو دسته تقسیم می‌کنم. یکی نیازهای کمبود یا در واقع و یکی هم نیازهای شکوفایی. نیازهای کمبود یعنی اون مواردی که شما فرمودید شخص احساس میکنه در جایی که هست حداقل نیازهای لازم برای گذران زندگی نداره، به دست نمیاره. یعنی یک درآمدی داشته باشه که عرض کنم خدمتتون مسکن، غذا و بهداشتش رو تامین کنه، حتی در اینم نداره در جایی که داره زندگی میکنه و بنابراین فکر میکنه خلاهای مهمی در زندگیش هست، نقصهای مهمی در زندگیش هست که زندگی براش دشوار کرده و بنابراین تصمیم میگیره که بره. و البته امنیت هم یکی از این در واقع هست. یعنی امنیت هم جزء همین نیازایی که اگر نباشد من به طور جدی مشکل دارم و زندگی هم یک خلأ جدی داره و زندگی هم از سطح سلامت در حقیقت حتی برخوردار نیست تا برسه به سطح شکوفایی. منتها در امنیت دو نوع امنیت، یعنی دو تا مشکل هست که هر دوتاش هم به یک معنا شما فرمودید. بخش مهمی از مهاجرت‌های جهان جدید
اصلا اون جامعه به طور کلی امنیت نداره. یعنی مثلا فرض کنید درگیر شدید جنگ، شما مثلا در سالهای اخیر خب سوریه رو دیدیم، افغانستان رو الان داریم می‌بینیم چطور بوده. بعد خیلی از مهاجرایی که مثلا از کوزوو، از بوسنی، از سومالی، از هایتی، اینها در حقیقت عمیقاً اون جامعه‌ای که ازش رفتن درگیر جنگ بوده و هیچ کس امنیت نداشته. و حالا اینا تمام تلاششون کردن، بعضیا به هر حال یا تونستند یا به هر حال انگیزه اینو پیدا کردن که از اینجا ما بریم به یک جایی برسیم که حداقل جانمون در خطر نباشه. و البته همونطور هم شما فرمودید بعضی دیگه هم هستن که نه، یعنی بعضی از اشخاص هستن اون امنیت رو شخصا نداشتن. یعنی چی؟ یعنی به خاطر فعالیت‌های حالا سیاسی خاصی داشتن و اینا فکر کردن که این شگا مثلا اگر اینجا بمانن یا مثلا محاکمه میشن، زندانی میشن یا حکمای سنگین‌تری میگیرن و بنابراین شخص خودشون به خاطر فعالیت‌ها و وضعیتی که داشتن احساس کردن در اون جامعه مادر در هر حال امنیت ندارن و بهتره که برن به جامعه دیگه مثلا از احکام قضایی و اینها گریز داشته باشن. همه اینها رو من جزء دسته اول گفتم. این نیاز گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی انگیزه برای در حقیقت رفع یک نقص بزرگ در زندگیه. زندگی در این حالت یک خلایی داره که من حتی در حد نرمال و متوسطش نیستم. اما گروه دوم که حالا تحصیلی‌ها رو هم من جزء این میذارم و فراتر از تحصیلی‌ها هم هست، حتی از لحاظ اقتصادی هم کسایی هستند که در جامعه مادر، در جامعه مبدأشون عملاً مشکل خاصی نسبت به عموم مردم ندارن، حتی وضعشون هم خوبه، وضع زندگی مناسبی هم دارن، حتی امکان پیشرفت هم دارن، اما احساس میکنن اگر بریم خیلی بهتره. یعنی انتخابشون بین خوب و بهتره، نه بین بد و خوب. خب بنابراین احساس میکنم که اگر من برم اونجا شکوفاتر از این چیزی که هستم میشم و به هر حال استعدادهایی دارم، توانایی‌هایی دارم، قابلیت‌هایی دارم که اونجا قدرش رو بهتر میدونن، یا به هر حال زمینه‌های شکوفایی من بیشتره. از شخص از نمیدونم به خاطر در حقیقت فقر و امنیت و نداری و اینها نیست. بنابراین میره که خیلی وضعش از آنچه که هست اینجا بهتره و بهتر میشه. حالا این شکوفایی یا اقتصادی و مالی باشه یا علمی و شغلی باشه، یعنی علمی تحصیلی باشه یا شغلی باشه. پس اینا میشه در حقیقت همه اینا رو در دسته خود شکوفایی قرار دادن، نیاز به شکوفایی. خب واقعیتش نه دکتر، این دو تا دسته از همین اول راهشون خیلی خیلی متفاوته. خب یعنی اینا احتمال خیلی زیاد مسیری که حتی در پیش میگیرن برای مهاجرت متفاوت خواهد بود و این مسیر خیلی 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 مهمه. یعنی این تفاوت مسیر بسیار بسیار مهمه و هم زمانی هم که این مهاجرت در حقیقت فرایندش یا مسیرش تمام بشه و به مقصد برسن، رابطهشون با جامعه مقصد و پذیرشی که از جامعه مقصد میگیرن باز بسیار متفاوته. بنابراین اون مسئله اول خیلی خیلی مهمه. نکته بسیار مهمی هست که قبل از همه اینا حتی به نظر من لازمه و باید انجام بشه اینه که مهاجرت مثل هر تصمیم مهم دیگه ای که به نظر من جزء تصمیم‌های خیلی 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 مهمم هست، چون یعنی یک اتفاقیه که مسیر زندگی رو عملاً عوض خواهد کرد، باید مبتنی بر یک خودآگاهی باشه. یعنی اولین مسئله روانشناختی که اتفاقا کمترین توجه بهش میشه به نظر من باید قبل از تصمیم به مهاجرت صورت بگیره اینه که شخص به هر حال دو تا مسئله روشن کنه. یکی مسئله خودش، یعنی به وقتی به خودش میگره تصور نمیگم کامل ولی نسبتاً روشنی از خود و هویتی که تا الان بهش دست پیدا کرده داشته باشه، یعنی من کیم. و دو اینکه بداند حالا که این کسی از زندگی چه میخواد، یعنی معنای کلی زندگی چیه. حالا این معنا رو حداقل در دو سطح عرض کنم خدمتتون: ارزش زندگی به چیه، خب، و هدف قایی من در زندگی چیه. این پاسخ که من کی هستم و زندگی در واقع در چه صورتی معنادار خواهد بود، در چه صورتی ارزشمند خواهد بود و در حقیقت ارزش‌های بنیادین من چیا هستند، اینا دو تا پاسخی هستند که تمام فرایند بعدی مهاجرت تحت تاثیرشونه. رضایت از اون یا نارضایتی از اون، موفقیت در اون یا عدم موفقیت در اون، کاملا تحت تاثیر این پرسش هاست. چون به هر حال شخص بر اساس تصوری که از خودش داره و از جهانی که در اون هست و انتظاراتی که از این جهان داره تصمیم میگیره که مهاجرت کنه یا مهاجرت نکنه. و وقتی این براش روشن نباشه طبیعیه که نمیتونه تصمیم درستی بگیره. اگه تو فکر کنم مقدمه برام خیلی نکات اولام خیلی طولانی شده درباره انگیزه. یه نکته دیگه هم که عرض کنم خدمتتون، من و شما الان چاره‌ای نداریم. حالا از طریق خب کارتون خیلی راحت‌تر، چون خودتون فرمودید من بر مبنای تجربه زیسته صحبت می‌کنم، ولی من وقتی می‌خوام از زاویه علمی و بیرونی نگاه کنم به ماجرا، چاره‌ای نداریم جز این که در حقیقت درباره کلیات صحبت، یعنی درباره اون اکثریت آماری صحبت کنیم. ولی مخاطبای ما حالا چه قصد مهاجرت داشته باشن چه مهاجرت کرده باشن، قطعا تمام حرفای منو بر مبنای تجربه زیسته خودشون ارزیابی میکنن و یک واقعیت اینه که چندین عامل باعث میشه که تجربه مهاجرت متفاوت باشه. خب یعنی امکان داره کسی باشه بله خیلی بدتر از آن چیزی که من توصیف میکنم تجربه کنه، خیلی کسایی باشن که خیلی بهتر از آن تجربه کرده باشن. چند تا متغیر اینجا خیلی خیلی مهمه به غیر از اون انگیزه ها. یکیش اینه که سن شخص مهاجر در چه سنی است که در ادامه بهش خواهم پرداخت. دو اینکه دو متغیر خیلی مهم دیگه از لحاظ روانشناسی جنسیته.
خب این جنسیت بسیار بسیار مهمه در واقع هم در فرایند، هم در انگیزه و هم در شیوه انتخاب در واقع مسیر مهاجرت و پیامدهای هر کدام از این مسیرها و هم در رابطه‌ای که با جامعه مقصد شخص پیدا میکنه. بعد به غیر از در حقیقت این دو متغیر که سن و جنسیت هست، میزان تحصیلات بسیار بسیار مهمه و یک سری ویژگی‌های شخصیتی هم خیلی خیلی مهمه. خب که معمولا اینا خود شخص خیلی خیلیشون نادیده میگیره. مثلا واقعیتش اینه، خیلی جالبه اینجا، شما مثلا افراد درونگرا و برونگرا رو مقایسه کنید. خب کسی که تصمیم مهاجرت میگیره قطعا خب دیگه شخصیتش تا یک حدی شکل گرفته که این ویژگی رو داشته باشه. خب مثلا افراد درونگرا به احتمال زیاد انگیزه مهاجرتشون کمتره، چون اصلا در واقع رو آوردن به یک موقعیت کاملا جدید براشون سخته، در حالی که افراد برونگرا راحت‌تر میتونن از این در واقع عرض کنم خدمتتون به استقبال موقعیت‌های جدید برن. آره حالا حتی اگه بخوام جزئی‌تر بگم، در توی اون نظریه در واقع شخصیت چند عاملی، یکی از متغیرهای مهم شخصیت عرض کنم خدمتتون گشودگی در برابر تجربه است. به طور طبیعی کسایی که نمرهشون در گشودگی درباره تجربه بالاتر باشه خیلی بهتر هم تصمیم میتونن بگیرن برای مهاجرت و هم بهتر هم میتونن در مقابلش عرض کنم خدمتتون راحت‌تر بپذیرن، در حالی که کسی نمرهش اینجا پایین‌تر باشه این براش خیلی خیلی سخت میشه. انعطاف پذیری هم همینطور، این که من در واقع شخصیت انعطاف پذیری داشته باشم و بتونم با موقعیت‌های گوناگون راحت‌تر خودم رو تغییر بدم، چون واقعیت اینه که حالا شما اینو بهتر تجربه کردید، جوامع به طور کلی از این نظر که تا چه اندازه در حقیقت به شخص آزادی عمل میدن، یعنی تا چه اندازه من در این موقعیتی قرار دارم، این منم که میتونم موقعیتمو تغییر بدم و میتونم جامعه در واقع موقعیتم را با خودم سازگار کنم، یا خیر موقعیت چنان سفت و سخته که من باید خودم باهاش تغییر بدم. از این لحاظ جوامع با هم خیلی خیلی فرق دارن و بنابراین کسایی که در موقعیتایی که جامعه ساختارش سخت‌تره و برای مهاجران تا اونجایی که من خوندم در اکثر جوامع، نمیگم در همه، امکان تغییر موقعیت و اون احساس خودمختاری و امکان کنترل محیط نسبت به افراد بومی سخت‌تره. خب بنابراین انعطاف پذیری به معنای اینکه من بتونم خودم را با شرایط جدید وفق بدم خیلی خیلی عامل مهمیه در این که بتونم در حقیقت مهاجرت رو یک تجربه موفق بدونم. یا مثلا یک عامل دیگه کمالگرایی، اینا ویژگی‌های شخصیتی هستن اصلا از اول که در من هستن و تاثیر دارن روی این تجربه. به طور کلی افراد کمالگرا احتمال این که بخوان مهاجرت کنن بیشتره، چرا؟ چون معمولا از اون چیزی که اصلا راضی نیستن، و هم احتمال این که در مقصد هم ناراضی باشند همیشه خیلی خیلی بیشتره. آره خیلی خیلی بیشتره، در حالی که فردی که کمالگرا نباشه به احتمال خیلی زیاد خیلی اونجا احساس راحتی بیشتری خواهد کرد و بهتر هم با اون جامعه در حقیقت کنار خواهد آمد. تو مسائل شخصیتی، تو تیپ‌های شخصیتی ما یه متغیر خیلی مهم داریم، این که شخص تا چه اندازه براش مهمه که محیطی که توش هست پیش بینی پذیر باشه. بعضی از آدم‌ها اصلا در واقع توان تجربه و تحمل موقعیت‌های گنگ و پیش بینی ناپذیر رو ندارن. خب مهاجرت یکی از چیزایی که اتفاقا از شخص میخواد اینه که در دوره‌های حالا بستگی داره دیگه به اینکه شخص از زمانی که تصمیم میگیره تا زمانی که به اون مقصد نهایی میرسه چقدر طول بکشه، ولی یک دوره طولانی پیش بینی ناپذیری و ابهام داره. واقعیتش اینه که کسی که این ویژگی نداشته باشه امکان داره در طول این فرایند دچار استرس‌های خیلی خیلی زیاد بشه و دچار مشکلات جدی بشه از لحاظ روانی، و این خود اون در واقع توان انطباقش با محیط مقصد رو خیلی خیلی سخت کنه. اینا میخوام بگم اینا یک سری متغیرهای مهمند که روی تجربه تک تک افرادی که مهاجرت میکنن تاثیر داره و در حقیقت بنابراین امکان داره این کلیاتی که من مثلا خواهم گفت در ادامه بر اساس این تاثیر در کدام از این متغیرها درباره یک نفر صدق بکنه یا نکنه. حالا نمیدونم تا اینجا جواب سوالتون رو دادم یا ندادم. بله خیلی عالی بود و من راستش رو بخواید 100% اگر به تجربه زیسته خودم بخوام مراجعه بکنم و گفتگوهایی که داشتم 100% با شما موافقم و یعنی با شما که موافقم با نظریه علمی و کارهای علمی که در این زمینه شده در حقیقت موافق هستم. و جالب بگم براتون که خب خیلی من ازم سوال میشه به خاطر اینکه حالا اینجا هستم و اخیراً هم خیلی زیاد شده، یعنی من شاید مثلا هر هفته چند فرد به مراجعه میکنن که به صورت حالا یا ایمیل یا پیام‌هایی که روی اینستاگرام میاد یا واتساپ که میخوان مهاجرت بکنن و میخوان نظر من بدن، یعنی که چه جوری مهاجرت بکنن. و معمولا من در پاسخشون میگم حالا که این قضیه خیلی نسبیه و به شخص شما اصلا مطلق نمیشه جواب که شما مهاجرت بکن یا نکن. و اینطور که متوجه شدم در کلام شما چیزی که هست اینه که این قضیه مهاجرت از منظر انگیزه و پیامد این در مواجهه با فرد میتونه کاملا شخصی و نسبی باشه و بستگی داره به
در واقع شاخص‌های مختلف از جمله تیپ شخصیت اون، درونگرا یا برونگرا بودن اون، مواجهش با تجربه و پذیرش اون نسبت به تجربه و اینکه بسیاری از شاخص‌های دیگه که خب حالا بازم میتونیم در موردش صحبت کنیم. و این پاسخی که من معمولا میدم که همینطور این سوال مثل سوالی که شما از من بپرسید آیا من ازدواج بکنم یا نکنم، آیا من بچه دار بشم یا نشم، مهاجرت دقیقاً همینطوره. و حالا باز من نظرات شخصی دارم که در ادامه صحبت شما عرض می‌کنم که باز هم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. خب حالا بر اساس این انگیزه ها که خب یکی از انگیزه های مهم گفتید نیاز به کمبود، در کمبودهایی که انسان احساس میکنه و در مقابل اون میتونه کمبودی هم احساس نکنه ولی به دنبال شکوفایی بیشتر باشه در حالی که اون حداقل‌ها رو داره. خب این دو انگیزه منجر به نتایجی میشه برای اون در مهاجرت و یک روشی در واقع مهاجرت رو انتخاب بکنه. تأثیر این انگیزه در نتیجه و روش مهاجرت چه خواهد بود از منظر اصلا خدمتتون دکتر؟ تا اونجایی که باز من مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم افرادی که به قصد شکوفایی میرن، خود شکوفایی میرن، چون از در حقیقت در همان قبل از مهاجرت از یک سری حداقل‌هایی برخوردارن، خب معمولا شیوه مهاجرتشون معمولا به شیوه‌های قانونی هست و بنابراین خیلی راحت‌تره. یعنی به هر حال شاید زمان بر باشه ولی به هر حال اینا درخواست میدن، بعد اپلای‌های داهای مختلف درخواست میگیرن به شیوه‌های مختلف از قبل، حتی قبل از حرکت تا حدی جایی که میخوان، یعنی موقعیتشون در اون جامعه مقصد تا حدی پیش بینی پذیره. مثلا از فلان دانشگاه من میخوام برم یا فلان شهر میخوام برم در فلان کار سرمایه گذاری کنم، تا حد زیادی، حالا نگیم تا حد زیادی، تا به طور نسبی هم مقصد براشون روشنه، پس اون استراب موقعیت رو ندارن، اون پریشانیه، و هم شیوه مهاجرت هم به هر حال به روش‌های طبیعی و نرمال قانونیه. خب سوار آره میرن فرودگاه مثلا یا سوار هواپیما میشن و در یک فرآیند کوتاه مدت هم به نتیجه میرسن. خب این عملاً چیز مشکل سازی نداره، واقعیتش اینه، یعنی خیلی راحت و به بهترین شکل. و ای کاش همه کسانی که میخوان در جهان مهاجرت کنن بتونن به همین شیوه برن، یعنی به یک شیوه قانونی. شاید فقط بعد فاصله است وگرنه گویی از یک شهر به شهر دیگر رفتنه. خب یعنی زمانی که تهدیدی نداره براش، بله زمانی که وسیله چمدانشون میبندن تا زمانی که میرسن تهدید خاصی نداره، خطر خاصی نداره، میدونن دارن کجا میرن و مطمئن هم هستن که میرسن، مگر دیگه مثل هر اتفاق دیگه یک چیزی بین راه بیاد که به هر حال اون چیز طبیعی میتونه باشه. اما گروه بسیار زیادی از کسانی که به خاطر اون نیاز در حقیقت اثر کمبود میرن و برای جبران نقصا میرن و اثر در حقیقت مشکلاتی که اینجا دارند میرن، اینا متاسفانه مسیری هم که انتخاب میکنن در همه جا هم هستا، مسیر دشواریه. یعنی معمولا که سخت‌ترینش در واقع عبورهای معمولا غیر قانونی از مرز یا عبورهای از طریق قاچاق از مرز، از طریق کشورهای واسطه است و مدت‌ها امکان داره در این کشورهای واسطه بمانند و تا لحظه آخری که به اون مقصد میرسند اولا که مدام به هر حال خطرهایی تهدید میکنه و همچنین هیچ موقع مطمئن نیستن برسن تا لحظه‌ای که بالاخره وارد اون جای اینا در حال امکان داره در اون کشور حد وسط شاید حتی بیش از یک سال بمانند، شاید بیشتر از اینا بمانند و ترس از برگشت دارن، امید به در حقیقت رسیدن به آخر ندارن و خیلی موقعات تمام دار و ندارشون، هستی و نیستیشون، حتی زندگیشون وابسته به کسایی هست که اصلا اینا هیچ اراده‌ای دربارشون ندارن، هیچ قدرتی روشون ندارن، در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که به طور جدی هم تمام سرمایه‌شون امکان داره تهدید بشه، هم جانشون و اصلا سلامتیشون امکان داره تهدید بشه. خب بنابراین این مسیر بسیار بسیار پر استرسیه. خب و در حقیقت صرف نظر از اینکه شخص در آغاز مسافرت، در آغاز مهاجرت باشه در واقع باشه هدفی با چه میزان انگیزه بوده و صرف نظر از اینکه چه میزان در جامعه آخر پذیرش خواهد داشت، خود این مسیر بسیار بسیار تجربه دردناکیه. نزدیک در مقاله‌های گوناگون شاید بالای 200-300 مصاحبه گوناگون با اشخاصی که به هر حال عبورهای غیرقانونی از مرز داشتن، این گذر از مرزها بوده، تجربه کردن و خود این زمانی که از این مرز به اون مرز رفتن چه میزان تاثیر، چه میزان ترس‌های وحشتناک و چه میزان استرابی برمی‌انگیزه، یکی از عوامل بسیار بسیار سخته. بنابراین آنچه که الان من دوست دارم شما سوال بپرسید که روشن‌ترش کنم، ولی به این صورته که اونایی که در حقیقت به قصد شکوفایی میرن معمولا مسیر خیلی امن و راحت و قانونی رو انتخاب میکنن و میتونن انتخاب کنن، اما دسته دوم نه. دسته دوم اکثرا و جالب اینه که دو تا کشور همسایه خیلی نیست، مثلا افغانستان ایران نیست، چون خیلی موقعا مجبورن که یک یا دو تا یا سه تا کشور واسطه رو انتخاب کنن تا بتونن به کشور مقصد برسن و از همه اینا هم باید زمینی بگذرن و از همه اینا هم عبور از مرز دارن و در واقع این فرایند از اول تا آخر شخص همیشه همراه با یک استرس در واقع کار غیر قانونی کردن و گرفتار شدن و برگشت خوردن به مسیر اول رو داره. اینجا دو تا مسئله خیلی مهمه رو در این فرایند کسانی که به این شیوه میرن، به این طریق میرن. یکیش این که ترس‌های بسیار زیاد تجربه میشه. دو این که
عرض کنم خدمتتون امکان داره در موقعیت‌های گوناگونی، مثلا این درباره تا اونجایی که من شنیدم هم درباره افغانستانی‌ها هم درباره ایرانیان در ترکیه خیلی اتفاق میفته که مدت زمان‌های طولانی میمانند و نمیتونن برن و اینجا در حال خیلی موقع ناامیدی شدید پیش میاد، یعنی امیدی به این رفت نیست و ترس به برگشتن و اجبار به برگشتن هست. خطری که اینجا خیلی افراد تهدید میکنه افسردگیه و جالب اینه که مهاجرت چیزیه که از اون انگیزه باید از اول تا آخر باشه، یعنی شخص باید بتونه خودش نگه داره، در حالی که وقتی افسردگی پیش بیاد، افسردگی به تمام معنا توان حرکت و تمام تلاش رو از شخص میگیره و شخص تسلیم درماندگی میشه، اصلا تسلیم درماندگی میشه. بنابراین این یک خطر خیلی خیلی جدیه و از طرف دیگه اتفاق بسیار مهم دیگه که امکان داره در طول مسیر مهاجرت‌های از طریق غیرقانونی و پناهندگی به این شیوه پیش میاد، تروماست. یعنی بدترین اتفاق امکان داره شما ما میشنویم دیگه متاسفانه چقدر نمیدونم در قایق غرق میشن یا گرفتار در واقع گم شدن در قایق میشن یا به هر حال در اثر تیراندازی‌های مرزها یا جان خودشون رو در خطر میبینن یا در حقیقت میبینن اصلا کسان دیگه دچار حوادث شدید میشن، مرگ میشن. تروما یعنی همین، یعنی یا خودم با موقعیت‌های مواجه میشم که احساس میکنم جانم در خطر افتاده یا جان دیگری رو میبینم اصلا در خطر افتاده و اصلا اتفاقی براش افتاده از دست رفته، یا تجربه‌های در واقع سخت شدیدی که فرد احساس میکنه به هر حال دچار درماندگی شدید شده و کاری از دستش برنمیاد. مثلا شاید بدترین نوعش بعد از مرگ که البته به نظر من پیامدش کمتر از مرگ نیست، تجربه تجاوزه. و جالب اینه که متاسفانه در گذرهای غیرقانونی از مرزها و این پژوهش‌های خیلی زیادی وجود داره که کودکان و زنان از این لحاظ خیلی در معرض آسیب هستند و خیلی این اتفاق میفته. بنابراین تجربه تروما چه به معنای در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفتن به شیوه‌های گوناگون و چه به معنای مواجهه با مرگ یا دیدن مرگ همسفران و مهاجران هم در حقیقت بعد دیگریه که این مسیر مهاجرت رو میتونه خطرناک بکنه و پیامدهای بلند مدت برای فرد داشته باشه. حالا یک مسئله هست اینجا که خیلی خیلی کارو دردناک میکنه. این مسئله شاید برای شما چون خوشبختانه با شیوای شما به احتمال زیاد خب به قصد شکوفایی رفتید و شکوفا هم شدید، خوشبختانه امیدوارم که اینطور باشه و این مسیر رو تجربه نکردید. سال 95 اگر تا اونجایی که یادمه یک شماره از کتاب مجله کتاب هفته به ادبیات مهاجرت اختصاص داره و اختصاصا به ترومای مهاجرت. یعنی میخوام بگم مسئله نیست که برای یک نفر و دو نفر و سه نفر و چهار نفر اتفاق بیفتاده. حتی کسانی که در حدی از لحاظ به هر حال اون پیشینه و توان فرهنگی به گونه‌ای بودن که نویسنده شدن و الان در واقع مهاجرانی که نویسنده بودن و تجربه های خودشون به صورت کتاب، مقاله و داستان در آوردن، اینقدر این تروماها رو دیدن و تجربه کردن و این تجربه در آثارشون نمود پیدا کرده. بنابراین بخش یک مضمون مهم در ادبیات مهاجرت ما، نه ادبیات مهاجرت جهان، بحث ترومای مهاجرته. یعنی میخوام بگم که یک یعنی تجربه متاسفانه برای خیلی رایجه. بنابراین من در واقع امیدوارم یک کاش میشد که هر کس که میخواهد مهاجرت کند بخواد حداقل این مسیر را در حقیقت اون مسیر اول رو در پیش بگیره، یعنی از طریق قانونی باشه که کمترین امکان دچار شدن به تروما و اون اضطراب‌های شدن و نشدن براش تحقیق داشته باشه. مرسی آقای دکتر. حالا من باز دوست دارم که دقیقاً در ارتباط با صحبت شما و در تایید صحبت شما به تجربه زیستم مراجعه بکنم. حالا خب خیلی خوب اشاره کردید، معمولا ما مهاجران خیلی زیاد داریم که در ترکیه توقف میکنن یا در برای رفتن به استرالیا این اتفاق بسیار میفته که جانشون رو از دست میدن، که اون حالت رنگ‌های ما در اخبار میشنویم که در قایق‌های بودن یا در کشتی بودن که متاسفانه به خاطر قاچاق انسان یا هر چیز دیگه یا قول‌هایی که داده شده اون افراد از بین رفتن، که خب تعدادشون هم الان واقعا کم نیست. من اولا بینندگان عزیز به 2 تا مستند خوب در این زمینه ارجاع میدم که ما بخش‌های از اون رو در قالب یک ویدیو روی پیج قرار دادیم که خب این تصویر تلخی از مهاجرته. این بخش واقعا اون ناظر به تصاویر تلخ مهاجرته. من همسرم بهم گفت که چرا این چیزی که گذاشتی ممکنه که سوء تعبیر بکنه در پیجت که شما نظر منفی دارید در مورد مهاجرت. نه، این دقیقاً ناظر به افرادیه که بر اساس نیاز میخوان مهاجرت کنن و روش غیر قانونی رو یا انتخاب میکنن یا مجبور میشن که از طریق روش غیر قانونی مهاجرت بکنن، که دقیقاً خب این منجر به مشکلاتی برای خودشون، خانوادهشون و افسردگی که فرمودی و حتی مرگ میشه و کشور پذیرنده یا واسطه هم دچار مشکلات بسیاری در این زمینه میشه. من یادم سال اولی که برای پیشنهاد اومده بودم اینجا، یکی از دانشجویانی که در خوابگاه ما بود، حالا نمیدونم میبینه این برنامه رو یا نمیبینه، چون اسمی نمیارم مشکلی نداره، من چند بار میدیدم که ایشون دچار تروما میشه. تروما به این صورت که کامل بدنش فلج میشد و ما آمبولانس رو میومد و ایشونو میخواست منتقل بکنه. چند بار من دیدم که اتفاق افتاده، فکر کردم که دچار فلجی هستشون. یک بار با ایشون صحبت کردم و پرسیدم ازش که تو که خیلی وقت حالت خوبه و کاملا میای با ما صحبت میکنی، بعد ما روز بعد میبینیم که آمبولانس اومده و تو رو میخواد صورت کامل اصلا نمیتونی تکون بخوری و کاملا بستری میکردن میبردن و چند روزی در بیمارستان بود.
ایشون بعد از اینکه مدتی ما بیشتر صحبت کردیم و با هم صحبت کردیم و دوست شدیم، به من گفتش که من برای دانشجویی اومدم اینجا، ولی بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که حالا ملیتمو سلب بکنم و به نحوی یکی از طرق پناهندگی آلمان رو بپذیرم. ولی از وقتی این کارو کردم، اگرچه ابتدا فکر می‌کردم مطمئنم، ولی بعد از انجام چنین کاری مرتبا دچار چنین ترومایی میشم و یعنی در سطح پنیک نبود، در سطح یک ترومایی که کل بدن اون فلج میشد و واقعا ما اینو مواجه شدیم و بارها این اتفاق برای این فرد افتاد و این در ارتباط با صحبت شما بود که خیلی چیزیه که دیده میشه. خب آقای دکتر عزیز، حالا با توجه به انگیزه هایی که گفته شد، دو انگیزه مهم و این دو انگیزه منجر به انتخاب روش یا جبر فرد میشه که روش قانونی یا غیر قانونی رو انتخاب کنه، در هر کدوم از روش‌های قانونی و غیر قانونی خودش به طرق مختلف میتونه انجام بشه که ما در اخبار زیاد میشن. چه پیامدهای روانشناختی ممکنه برای فرد مهاجر داشته باشه حالا بر اساس این انگیزه ها، بر اساس این روش‌هایی که حتی من یه نکته یادم رفته بود بگم و این مشکل من هست چون خیلی منظم نیستم. یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه و شما لطفاً، چون اینجا دیگه سوال منم هست از شما، این بر مبنای فهم خودم از فرایند مشاوره و رواندرمانی و خصوصا رواندرمانی. خب من عرض کردم که اولا بسیاری از افرادی که مهاجرت میکنن، خصوصا افرادی که با انگیزه کمبود، یعنی به خاطر کمبود مهاجرت میکنن، همون تجربه های سختی که اینها رو وادار به مهاجرت کرده، خود این به احتمال بسیار زیاد پیش از مهاجرت خودش براشون مشکلات گوناگون در سلامت روان براشون پیش آورد. خب این یه چیز کاملا طبیعیه. حتی اگر هم هیچ مشکلی نداشته باشه، به طور متوسط در جامعه که مثلا بگیم شیوع اختلالات روانی به صورت 25%، به هر حال اینا هم هیچی نباشه، حتی اگر مثل متوسط افراد جامعه جهانی باشن، احتمال داره که 25% اینها در بهترین حالت حتی قبل از تصمیم برای مهاجرت یک مشکلاتی در این زمینه داشته باشن. خب حالا این مشکلات در طول از زمانی که تصمیم میگیرن که اون اضطراب همراهش میشه، چون از زمان تصمیم تا زمان رسیدن به مقصد شما حتی مسیر عالی هم انتخاب کرده باشی، اضطراب داری که میشه یا نمیشه. خب و ما یک مسئله که خیلی مهمه دیگه هم هست، شما از لحظه‌ای که تصمیم به مهاجرت میگیری و قطعا میخوای بگیری، دیگه با اون جامعه‌ای که درش هستی، یعنی جامعه مبدأ، دیگه احساس بیگانگی می‌کنی، یعنی فکر می‌کنی دیگه برای اینجا نیستی و حتی انگیزه کار کردن، انگیزه پیشرفت خاصی در اون، همه چیز وابسته به اون جامعه مقصده. خب و این اگر طول بکشه، خود این شخص دچار مشکلات جدی خواهد کرد. خب بنابراین اتفاقا من بر این باورم وقتی شخص تصمیم قطعی به مهاجرت گرفت، بهترین راه اینه که سریع این کارو بکنه. چرا؟ چون تا زمانی که حتی اگر بره شکست بخوره زود برگرده، بهتر از این که این فرآیند همینطور طول بکشه، چون از زمانی که شخص تصمیم مهاجرت میگیره تا زمانی که به جامعه مقصد میرسه یا تا زمانی که پشیمان میشه میگه نه دیگه تمام شد، این دوره از زندگی اولا عمیقا شخص دچار سردرگمی و اضطراب و هیچ کار مهمی برای زندگیش نمیتونه بکنه، چون اصلا احساس میکنه به قول در واقع یونگ دچار یک زندگی موقتی میشه، گویی که میگه اینجا که جای من نیست، من که قرار نیست اینجا باشم. بنابراین نمیتونه چیزی جمع کنه، نمیتونه چیزی حتی بخره، نمیتونه، به هر حال اصلا نمیدونه که هر تصمیمی که در جریان زندگیش میگیره چه اندازه مفید خواهد بود، چه اندازه در آینده مثلا بهش نیاز خواهد داشت. این نکته دیگه عرض کردم. حالا این شخص، خیلی از افرادی که تصمیم مهاجرت میگیرن، مثل خیلی از اونایی که تصمیم به مهاجرت نمیگیرن، مثل منی که تصمیم مهاجرت نگرفتم، خیلی از اونها هم احتمال داره پیش از قبل بالاخره یک سری مسائل مشکلات در سلامت روان داشته باشه. خب حالا این اضطراب تمام این مشکلات سلامت روان خفیف را هم تشدید میکنه. خب پس این خودش تشدید میکنه این مسائل رو. اگر به هر دلیل شخص اون راه مهاجرت مثلا غیر قانونی و ترومازا و آسیبزا رو انتخاب کنه، تمام اون ترس‌ها و اضطراب‌ها بیشتر میشه. بنابراین این احتمال اینکه اون سلامت روان یا مشکلات روانی نهفته و خفیف تشدید پیدا کنن خیلی خیلی بیشتر میشه. و مشکل اینجاست به نظر من، رواندرمانی به گونه‌ای که مهاجران تا مدت‌ها نمیتونن در جامعه مقصد ازش استفاده کنن، به دو دلیل. اولین دلیلش مسئله زبانه. یعنی حتی اگر اولا که باز هم جالبه، کسایی که الان به قصد اون انگیزه شکوفایی میرن، میخوان اونجا در واقع روسیه بگیرن، در واقع اپلای میکنن، خب اینا معمولا زبانشون خوبه، یعنی آیلتس و تافل اینا مثلا گذروندن، ولی واقعیتش اینه که زبان رواندرمانی این نیست. شما نگاه کنید، حتی این یعنی زبان رواندرمانی زبان مادریه، میدونید، یا زبانی که به اندازه زبان مادری شما درش مسلطی، یعنی بتونی خواب به اون زبان ببینی، حتی اینقدر در ناخودآگاه را گرفته باشه. حتی یک نفر که مثلا فرض کنید از اصلا در خانواده مثلا فارس زبان به دنیا اومده باشه، خیلی موقع پیش مراجعه پیش ما میاد که تو نمیدونم چی باید بگم،
خیلی حرف تو دلم و این نمیتونم زبان، یعنی نمیتونم بیان کنم. حالا شما فکر کنید اینو بخواد به زبان دیگه ای بگه، یعنی واقعا اون زبان آیلتس و تافل اینام زبان بیان کننده تجربه ها برای استفاده از روان درمانی نیست. غیر از این روان درمانگری که میری پیشش یک بحث بسیار اصلا مهم نیست که اون چقدر درمانگر برجسته‌ایه، مهم اینه که درمان در یک فضای فرنگی اتفاق میفته. خب باز به قول یونگ یک فرد وارد اتاق، هیچ موقع یک فرد وارد اتاق درمان نمیشه، بلکه یک جهان فرد با جهانش وارد اتاق درمان میشه. خب و اون درمانگری که اونجاست هیچ موقع نمیتونه این جهان فرد رو درک کنه. یعنی بزرگترین روان درمانگر آلمان یا روان درمانگر در واقع در آمریکا، در بریتانیا، هیچ موقع نمیتونه یک مراجع ایرانی درداشو بفهمه و حرفش رو حتی بفهمه، چون این تمام پیشینه فرهنگی و تمام از بزرگی از بچگی باش بزرگ شده در واقع با اون خواهد بود. دانشجوی من خودشون اینجا خیلی موقع این حرفو از من میشنون. میگم من گرگان که آمده بودم، خب در گرگان بخش کثیری از جامعه استان گلستان عزیزای ترکمنی هم که منم خیلی دوستشون دارم و خیلی دوستای عزیزی هم توشون دارم، ولی واقعیتش اینه چون به خاطر تفاوت‌های فرهنگی، ویژگی فرهنگی خاص خودشون دارن، همیشه گفتم که تا مدت‌ها نمیپذیرفتم، یعنی اصلا چون گفتم من با فرهنگتون آشنایی ندارم، نمیتونم دقیقاً درک کنم بعضی از دغدغه‌ها و دردهاتون رو، نه به هر حال صحبتم میکنم میگم نکنه من چیزی بگم که به هر حال با اون پیشینه فرهنگی شما بخوره. بنابراین میخوام این درس کنم از یک طرف فرایند مهاجرت احتمال زیاد داره در حقیقت شخص و نیازمند دریافت خدمات مشاوره و روان درمانی بکنه، از طرف دیگه اونجا خیلی سخت میشه فرآیند روان درمانی، یعنی روان درمانی دریافت کردن و وارد فضای درمان شدن. بنابراین یک توصیه جدیه من به هر کسی که در هر جای دنیا بخواد بره، اولین کاری که میکنه واقعا از این لحاظ تکلیف خودش، یعنی مسائل خودش رو در حد توان برطرف کنه. درسته که سالم ترین فرد هم امکان داره هر زمان در مسیر مهاجرت هم نه، هر منی که یا هر کسی دیگه که دارن سالم امکان داره سال دیگه دچار افسردگی بشه، دچار اضطراب فراگیر بشه، دچار اختلالات دیگه بشه، ولی به هر حال خیلی کمک کننده است که از قبل شخص تکلیف خودش رو بدونه، اگر مشکلاتی در این زمینه داره در جامعه مبدأ خیلی راحت‌تر میتونه حلش کنه، خیلی راحت‌تر حلش میکنه، وگرنه خود همین کارو براش خیلی خیلی سخت خواهد کرد. غیر از این که غیر از این مسئله که عرض کردم، به طور طبیعی ما برای عرض کنم خدمتتون مسیری که شخص به طور قانونی میره و کم استرس تره، من نمیتونم بگم این چه پیامد خاصی خواهد داشت از لحاظ روانشناختی، ولی از کسانی که از اون طریق خواهند رفت، یعنی از طریق غیر قانونی خواهند رفت، اولا عرض کردم امکان داره بسیاری از مشکلات در جامعه مبدأ باشون شکل گرفته باشه. خیلی از نوجوانانی که من اینجا باشون مصاحبه کردم، خیلی از اینها اکثرا افغانستانی و تاجیکستانی بودن. خب اکثر اینها قبل از تصمیم مهاجرت همونجا دچار مشکلات جدی شده بودن، یعنی چون یا مسائل قومی بود یا مسائل در واقع جنگ بود و همونجا دچار PTSD شده بودن، یعنی تجربه های خیلی خیلی دردناک داشتن و در اون جامعه اصلی، و خیلی از اینا هم در مسیر مهاجرت، مثلا یه نمونه براتون هستم، گفتم نمیخواستم مثال های عینی خاص بزنم ولی اینا چیزایی که مثلا یادم اومد عیناً بگم. مثلا یکی از نوجوانانی که باش مصاحبه کردم، این برها تو یک ماشین 15-20 نفر تو یک ماشین سواری تو جعبه تو اینا خودشون رو قایم میکنن تا بیان ایران، و در این مسیر این راننده بهش مشکوک میشن، ظاهرا سرعت میگیره و ماشین در واقع چپ میکنه، به اصطلاح واژگون میشه و تنها کسی از ماشین زنده مانده بود همین، و این به چشم خودش میبینه که مثلا پدر و مادرش تو آتیش ماشین سوختن. خب این نوجوان اصلا من موقعی که باهاش اول که اصلا نمیتونه صحبت کنه، و جالب این بود که حالا از طریق اون مدرسه‌ای که من باهاش آشنا شدم، اونها اصلا امید داشتن بالاخره از طریق من یک فرآیند درمان براش شروع بشه. میخوام عرض کنم که خیلی موقع از آغاز مشکل هست و خیلی از موقعات در طول این مسیر این مشکلات پیش خواهد آمد. برای کسایی هم که حتی این مشکل نداشته باشه، حتی این مسئله نباشه، یک عواملی هست که میتونه تاثیرگذار باشه. یکی این که تفاوتی که بین واقعیاتی که زمانی که شخص به مقصد میرسه و انتظاراتی که داشته خیلی مهمه. جالب اینه که دکتر تمام اون چیزی که دارم گفتم بیشتر اون متوجه مشکلاتی بود که امکان داره کسانی که به اثر نیازهای کمبود مهاجرت میکنن متوجه باشه، ولی این یکی برای دسته دوم تاثیرگذارتره، یعنی کسانی که به قصد شکوفایی میرن و به هر حال احساس میکنن که در جامعه مقصد وضعیت خیلی خیلی بهتری خواهند داشت، و چون اصولا آدمای نسبتا موفقی حتی در جامعه مبدأ خودشون هستن، به هر حال انتظارات خیلی خیلی زیادی دارن. افراد گروه اول عرض کردم در جامعه مقصد همین که یک خطاب نمیدونم یک حقوق پناهندگی داشته باشن، نمیدونم یک قضایی و سرپناه ساده‌ای باشه و اون جنگ مثلا فرض کنید منطقه خودشون باشه، میگن خب راضی هستیم، خب بالاخره چیزی داره، آره یک امنیت است. ولی برای گروه دوم با انتظارات خیلی بالاتری آمدن. خب و رضایت از زندگی و احساس شادکامی و خوشبختی یعنی چی؟ یعنی من در حقیقت فاصله بین توقعات، انتظارات و واقعیات زندگی هم کم باشه. خب و اینجا احتمال داره از این لحاظ دچار مشکل بشن، یعنی میرن اونجا موقعیت هم خوبه ولی آن انتظاراتی که داشتن، آن امیدهایی که داشتن، اونها احتمالاً تحقق پیدا نکنه و بنابراین
این در واقع ناکامی خود به خود پیش میاد. این ناکامی با وضعیت گروه اول خیلی خیلی فرق میکنه، ولی به هر حال افسرده ساز هست. چون باز من از روی پژوهش‌ها میگم، خب من هم میبینم آقای دکتر که خوشبختانه خیلی از هموطنان ما که مهاجرت میکنن به هر حال انسانای موفقی میشن، از لحاظ علمی، از لحاظ در واقع شغلی موقعیت‌های خیلی خیلی خوبی کسب میکنن و ما خب نگاه میکنیم و افتخار میکنیم. خب ولی واقعیتش اینه که ما این درصد و وقتی این افراد رو با انبوه مهاجرانی که میرن میبینیم درصد اندکی هستن. خب بنابراین خیلی از کسانی واقعیت اینه و پژوهشام اینو نشون میده. این برق رفت، من نتونستم پرینت بگیرم که از روی متنی که در واقع نوشته بودم براتون میخونم این قسمتو. خیلی از افرادی که حتی با مدارک تحصیلی بالا میرن یا مدارک تحصیلی بالا کسب میکنن، در نهایت اون جایگاهی که خودشون میخواند ها، اون انتظاراتی که خودشون دارن شاید برآورده نشه و بنابراین علیرغم این که به هر حال آدم موفقی هستند شاید، ولی راضی نیستن و ناکام هستن. این نکته. در این نکته دیگه دکتر جدی اینا بگم یاد نره، من از دو دسته نیاز صحبت کردم از موقع انگیزه ها بود. خب یکی نیازهای به هر حال نیازهای فیزیولوژیک بنیادی بود و امنیت. خب یعنی یک غذا و سرپناه و یک امنیت. و بعدش هم گفتم این نیازهای کم بود و بعد آمدم گفتم نیازهای شکوفایی. هر کسی که به هر حال تا حد زیادی با روانشناسی انگیزش آشنا باشه اینجا میدونه یک خلایی در حرفای من هست. خب و اونم بین این دو دسته نیاز، یعنی بین نیازهای فیزیولوژیک و امنیت و خودشکوفایی، دو دسته مهم نیازهای روانشناختی وجود داره. خب دو دسته مهم نیازهای روانشناختی وجود داره. یک دسته احساس تعلق و دوست داشتنه، و یک دسته احساس پرستیژ و همون منزلت اجتماعی، نیاز به پرستیژ و منزلت اجتماعی و اینکه به هر حال کسی بودنه. الان که این حرف زدم خدمتتون، یک جمله از نجف دریابندری یادم اومد، مترجم بزرگ. ایشون هم چند سال رفته بودن آمریکا و ساکن نیویورک بودن ظاهرا، ولی برگشتن ازش میپرسن که چی شد برگشتید؟ اونجا ظاهرا موقعیت بد نبود. گفت والا اونجا خوب بود، همه چیز خوب بود، ولی من کسی نبودم. دیدم من اینجا دارم چه کار، دیدم من نیویورک کسی نیستم، ولی من در ایران نجف دریابندریام. دقیقاً. خیلی این جملهش برای من جالبه. گفت من تو نیویورک کسی نبودم، ولی تو ایران من نجف دریابندریام. واقعا خب نجف دریابندریه دیگه. این در اول در بحث انگیزه ها من به این دسته مهم از نیازها اشاره نکردم و جالب اینه که این نیازها نادیده گرفته میشن در آغاز مهاجرت از طرف هر دو گروه، در حالی که ارضا نشدن اینها تأثیر کمی روی سلامت روانی نداره. و جالب اینه که زمانی که شخص مهاجرت میکنه و به مقصد میرسه، اوایل اگر خب اینجا خیلی فرق میکنه، شخص فرد در واقع به صورت فردی میره یا خانواده میره، این خودش خیلی خیلی در تمام ابعاد این مسائل تاثیر میذاره که من وارد بحثش نشدم. من معمولا یعنی جوری صحبت کردیم که داریم درباره فرد صحبت میکنیم، ولی این که شخص به تنهایی میره یا با خانواده میره، حالا با خانواده اگه فقط دو نفر بالغ هستن، زن و شوهر هستن یا بچه دارن، خیلی خیلی فرق میکنه. ولی به هر حال بعد از مهاجرت شخص اولین دغدغه‌اش اینه که من در واقع تأمین بشم از لحاظ اقتصادی، حداقل درآمد گذران زندگیمو داشته باشم، مکانی برای زندگی داشته باشم و اگر بچه دارم بچه‌ها تو جایی برای مدرسه بچه‌ها و ادامه تحصیل و رشد بچه‌ها فراهم کنم. به محض اینکه این دغدغه‌های اصلی اولیه فراهم شد، بلافاصله این نیازها خودشون نشون میدن. نیاز به تعلق، یعنی کسانی باشن که من باشون در ارتباط باشم، مطمئنم اینا منو دوست دارن، دوستشون دارم، از معاشرت باشون لذت میبرم و اگر مشکلی دارم پیش بیاد پشتیبان من هستن، دغدغه‌مو دارن، براشون مهم هستم. این نیاز خیلی خیلی مهمه، این تعلق و دوست داشتن. و بعد از اون هم من احساس در واقع سلف استیم کنم، احساس کنم در این جامعه‌ای که هستم به درد چیزی میخورم. یعنی همه ما این نیازو داریم، در موقعیتی که هستیم به درد کسی میخوریم، از یک پرستیژ اجتماعی و یک شأن و منزلت اجتماعی برخورداریم. این دو تا نیاز واقعیتش اینه که خیلی خیلی مهم هستن. البته گاهی موقع در همون موقعیت اولیه متاسفانه اینا برآورده نمیشن و نیستن، ولی معمولا در آغاز مهاجرت کاملا مقفول واقع میشن و نه تنها مقفول واقع میشن، بلکه عملا مهاجرت اینا رو در معرض خطر قرار میده. چون شما به هر حال مگر اینکه افراد استثنایی که از قبل کسان دیگرشون مهاجرت کردن و اصلا وارد یک خانواده جدید میشن، مثلا از یک فرض بکنید از یک خاندانی 5 6 7 8 تا خانواده قبلا مهاجرت کردن و کلی آشنا داره، اینم وارد اونها میشه، این فرق میکنه. ولی اکثریت افراد مهاجرت باعث میشه اون تعلق از دست بدن، یعنی از دوستانشون، از آشنایانشون، از همکارانشون به طور طبیعی جدا میشن و دیگه با اونها ارتباط ندارن و تا مدت‌ها در جامعه مقصد نمیتونن جایگزین برای اینا پیدا کنن، حتی اگر بتونن در ولی تا مدت‌ها نمیتونن پیدا کنن. این خودش دکتر باعث میشه که حس دلتنگی و حس حتی بعضی از روانشناسان روشن شخص انگار دچار سوگ شده، چون خیلی موقع امکان امید به برگشت و امید دوباره دیدن اون عزیزان تا حد زیادی از دست میره و کم میشه. شخص اصلا گویی واقعا چیزی مثل مرگ فاصله بین این انداخته و حتی نیاز به مشاوره سوگ دارن. خب بنابراین این نیازه، وقتی از انگیزه ها صحبت کردم از اون دو تا دسته نیاز گفتم، ولی از این دو تا دسته نیاز مهم صحبت نکردم، یعنی به طور کلی مهاجران بهشون فکر میکنم.
تازه نیاز اینا خودشون نشون میدن و از عواملی هم که در واقع روی احساس رضایت و شادکامی از مهاجرت هر دو گروه افراد تاثیر میذاره. تو شاید الان من بخوام مثلا برای منم خیلی خیلی عالی باشه که مثلا بخوام مثلا برم هاروارد، برم استنفورد، خب، یا هر دانشگاه دیگه در جهان، ولی واقعیت اینه که و خیلی هم خوب، ولی واقعیت اینه که زندگی برای، البته خب تیپ شخصیتی افراد اینجا خیلی فرق میکنه، ولی زندگی برای ما فقط اون موفقیت نیست، فقط اون شغل نیست. یعنی و در جهان، چه در همه جای جهان، افراد موفق ناراضی کم نیستن. افرادی که بهترین موقعیت‌های علمی رو داشته باشن، بهترین موقعیت‌های شغلی رو داشته باشن ولی ناراضی باشن. مهمترین عامل در احساس رضایت از زندگی و احساس خوشنودی در حقیقت اون شبکه ارتباطی ماست. یه نویسنده‌ای هست، الان یادم افتاد، یه نویسنده به اسم ایوا هافمن. ایشون مهاجر لهستانی بودن به آمریکا. میشناسید؟ یک کتابش تو ایران ترجمه شده، یک کتاب معرفی کردیم توی پیج. من یک کتاب فوق العاده دارم به اسم گم شده در ترجمه. بله. اینو معرفی کردین؟ بله. دارن ترجمه نشده به فارسی. این کتاب ایشون خب ایشون بعد جالب اینه که ایشون کسی هستند که از اون موفقان، درست از سر نیاز رفتن، از سر اجبار رفتن، ولی اونجا میتونن جایگاه خودش رو پیدا کنن. ایشون دکترای ادبیات انگلیسی از هاروارد میگیرن. شما نگاه کنید، دکترای ادبیات انگلیسی از هاروارد میگیرن، یعنی بر زبان مقصد مسلط میشن، در فرهنگ مقصد مسلط میشن و به عالی ترین مرتبه علمی هم میرسن. خب ولی در همون کتاب در حقیقت اون دغدغه ها، اون مشکلاتی که البته در ادامه بیش میشه مسئله ارتباط با اون جهان، اون تعلق ها رو از دست دادن و در واقع نیاز به اون تعلق ها همچی پیدا میشه. بنابراین یکی از مسائل فرمود پیامدهای روانشناختی، یکی از مهمترین پیامدهای روانشناختی این از دست دادن احساس تعلق و دوست داشتن و نیاز به این که شخص بتونه، عرض کنم خدمتتون، اون احساس توانمندی رو پیدا کنه. تا زمانی که اون توانمندی رو پیدا کنه و خودش عضو مفیدی از جامعه بدونه و احساس میکنه که در حقیقت دیگران هم به وجود اون نیاز دارن و وجودش را در این جامعه غنیمت میدانن، این یکی از پیامدهای جدیه که باید شخص بهش فکر کنه. آقای دکتر خیلی برام جالبه که شما اگرچه مهاجرت نکردید ولی خیلی خوب دارید توصیف میکنید. یعنی الان دارم بازم همچنان ایمان میارم به نظریه‌های ایمان که دارم، ایمانم داره بیشتر میشه به اینکه خب واقعا روی اینها کارهای آماری شده، کارهای میدانی خیلی خوب شده. اول چیزی که دارید توصیف میکنید رو باز هم بنده خیلی باش مواجه شدم و خیلی موافق هستم. یعنی این نسبی بودن مهاجرت، اینکه گفته میشه از شخص تا شخص میتونه متفاوت باشه، واقعا یه کاملا درسته. وقتی که با هموطنانمون مواجه میشیم یا در گفتگوهایی که داریم، همونطور که گفتم پیام‌ها خیلی مهاجرت سفید دیده میشه. یعنی من اصلا نمیخوام بگم سیاهه و نمیخوام بگم سفیده. من همیشه گفتگوهایی که با اطرافیانم دارم میگم من مهاجرت رو هم یه امر کاملا خاکستری میبینم. این خاکستری بودن شامل یه سری نقاط سفید و یک نقاط تیره. نقاط سفید و تیره رو بر اساس علایق انتظارات ماست سفید و سیاه میشه. یعنی من از چه علایقی برخوردارم، از چه انتظاراتی در مورد جامعه بعدی که میخوام بهش مهاجرت بکنم برخوردارم، چه کمبودهایی رو اینجا احساس میکنم و بعد این اولویت بندی که من برای اینها قائلم میتونه تعیین کننده باشه که آیا مهاجرت میتونه برای من مفید باشه یا نه. اگر کسی وابستگی‌های خانوادگی، عاطفی زیادی به خانواده داره، همون احساس تعلقی که در هرم مازلو شما بهش اشاره کردید، خب این از اون مواردیه که روش حساب نکرده و وقتی مهاجرت میکنه دچار خلأ میشه. اگر کسی دوستان خیلی زیادی داره، دوستان دبستان که از دبستان با اونها بوده، ریشه‌های عاطفیش در دوستانشه، در خانوادهشه، خب این احساس تعلق در مهاجرت باز اذیتش میکنه. اگر فردی اینجا کارش علوم انسانیه، علوم اجتماعی، هنره و پایگاه اجتماعی براش، اصلا مخاطبش پایگاه اجتماعی همزبانش، خب این مهاجرت واقعا باعث میشه که اون پایگاه اجتماعی رو از دست بده و اصلا کارش رو از دست بده. اون کسی بودنی که نجف دریابندری گفته واقعیت، من از زبان فرد دیگری هم شنیدم که حالا نمیدونم دوست داره من اینو بگه، ولی ایشون هم از مترجمین مطبع ایران هستن که یک زمان انگلیستان بودن و وقتی من ازشون پرسیدم ایشون هم به همین نکته اشاره کردن. حالا شاید یک فردی که در ایران مهندس بوده و پایگاه اجتماعی براش مهم نیست و اینجا میتونه در کشور آلمان یه مهندس خوب باشه و از در واقع پشتیبانی خانوادگی عاطفی دوستان زیادی بهره نمی‌برده، وقتی میاد مثلا در کشور دیگه زندگی میکنه، اون چیزهایی که به دست میاره محوریت اصلی براش پیدا میکنه. یعنی در امر مهاجرت واقعا هر کدوم از ما باید در نظر بگیریم که چه چیزی خالی رو داریم از دست میدیم و چه چیزهایی رو به دست میاریم و اون چیزهایی که از دست میدیم و به دست میاریم در اولویت بندی ما در بین علایق و انتظارات ما در کجا قرار داره و اینها رو طبقه بندی بکنیم. به همین خاطره که یه فردی صرفا اون چیزهایی که میبینه فکر میکنه به دست، یعنی چند چیزایی که به دست میاره رو نگاه میکنه، میبینه، چیزایی که از دست میده رو در نظر نمیگیره، میاد اینجا دچار افسردگی میشه، دچار فقدان معنا میشه، دچار خلأ عاطفی میشه، دچار مکانیزم‌های دفاعی مختلفی میشه در برابر این استرس‌ها و استراب‌هایی که با اونها مواجهه. و واقعا همدل هستم با تو، خیلی ممنون و
نسبت به خدمت بینندگان عرض می‌کنم که واقعا میتونید از نکاتی که دکتر میرانی عزیز دارن میگن استفاده بکنید. بسیار بسیار نکات مهمی هستن که میتونن در امر مهاجرت و اینکه شما انتخاب بکنید مهاجرت یا نه تاثیرگذار باشه. ما اینجا نیستیم که بگیم مهاجرت بکنید یا نکنید، داریم کاملا یک مسئله شخصی است که بستگی به مواردی داره که تا اینجا مطرح شد. خب نمیدونم بحثتون تا اینجا در مورد سوال من به اتمام رسید. سوال بعدی بریم، همچنان نکته هست که می‌خواید اشاره بکنید. خواهش می‌کنم بفرمایید سوال بعدی بفرمایید. حالا فوقش اینه که برمیگردم به نکته قبلی. بعد من دو تا یک دغدغه زمانم دارم. چقدر دیگه وقت داریم؟ ما دیگه شروع کردیم ما دکتر، ولی حیفه که بخوایم الان ساعت من اینم ساعت اینجا دارم میرم 8 دقیقه کم ماست، یعنی میشه چند 10 و نیم 10 و 20 دقیقه باید باشه، درسته؟ 10 بس تقریبا 1 ساعت رو رفتیم. 10 و 20 دقیقه است. اگه ببینم من درست میگم دوستان یه لحظه ما کامنت رو باز کنیم. اگه نفر ساعت ایران رو برای ما بنویسه ممنون میشیم. و اینکه آیا تا اینجا مفید بوده براتون و سوالاتتون هم در قسمت باکس پرسش ها مطرح میکنید. ما این جلسه رو بازم خدمتتون عرض میکنم اگرچه در ذیل اهداف پیج نبود، ولی چون پیج ما پیج بود که خیلی پرسش های در این زمینه مطرح شد و جناب دکتر میرانی تخصصی در این زمینه متخصص هستن، ما از ایشون دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم و بله ساعت چند آقای دکتر؟ هم 10 و 20 دقیقه نوشتم. 10 و 20 دقیقه درست کردم. حالا یکی از سختی‌های این کار اینه که تبدیل کردن موقعی که آدم فکرش اینجا نیست. از شود که ما بریم به صحبت. من یک نکته خیلی جالب شما گفتید. خب سن رو من همیشه بهش اشاره میکنم. بله واقعا سن یک شاخص مهمیه توی مهاجرت. من برای این باور هستم، من دارم تجربه زیستم بازم میگم. یادم باشه که اون نکته اون تعامل فلسفی رو با هم بررسی بکنیم، فقط منوط نشه به این تجربه زیستی بنده. من همیشه میگم به دوستان که میخوان مهاجرت کنن هر چه زودتر مهاجرت کنید بهتره، به خاطر اون که ما در اون وطن خودمون، اون زیست جهان ما در وطن ما داره شکل میگیره و وقتی که به جهان دیگری، به کشور دیگری سفر میکنیم، همه اون فرهنگ و تاریخچه و خلق و خویی که اونجا به دست آوردیم باید بذاریم و به کشور دیگه بدیم. وقت روز به روز داریم سلطه‌تر میشیم، اون انعطاف پذیریمون کمتر میشه و همینطور آموزش زبان و انعطاف پذیری که باید در کشور مقصد داشته باشیم همینطور کمتر و کمتر و کمتر شده و این کار رو روز به روز سخت‌تر می‌کنه. خب این در مورد سن دوست داشتم که باز نظر شما رو بشنوم و همینطور و در مورد جنسیت راستش بخواید خیلی میتونه برام جالب باشه که اینها چه تاثیری در مراحل مهاجرت و چه نقشی می‌تونن داشته. اتفاقا دقیقاً این خیلی مهمه که سن در واقع چه تأثیری داره. من اینو خودم این تقسیم بندی رو کردم، یعنی بر مبنای مطالعات گوناگونی که خوندم اول از تقسیم بندی از خودم شاید بشه جوری دیگه بعضی از دوستان تقسیم بندی بکنن، یعنی یک در پژوهشگر دیگه بخواد جوری دیگه تقسیم بندی کنه. از لحاظ اهمیتش برای مهاجرت به 3 دسته تقسیم بندی کرد. یکی کودکی، یکی نوجوانی و یکی هم در واقع بزرگسالی یا بعد از بلوغ. خب یعنی شخصیت بالا. ببین به چه معنا؟ اینجا خب بلوغ جنسی نیست که در زمینه که در نوجوانی باشه، یعنی به هر حال بزرگسالی به معنای گذر از نوجوانی. منتهای دکتر نوجوانی اینجا یک دوره سنی خاص نیست. معیار من برای انتخاب چی بوده؟ برای یعنی چه دلیل این تقسیم بندی سگانه رو در نظر گرفتم؟ به خاطر یکی از مهمترین ابعاد و یکی از مهمترین متغیرهای دخیل در مهاجرت که تا الان تقریبا هیچ دربارش نگفتیم و اساسا این مهمترین متغیر همچنان که عرض می‌کنم خدمتتون و اون متغیر هویته. کودک هیچ مگر اینکه مثل این مورد وحشتناکی که دیدیم این مهاجرت این افغانستانی بنده خودی که یکی مادری ظاهرا بچه‌شو پرت میکنه خودش این بره بچه‌شو پرت میکنه که میخواد بچه‌ش بره ولی خودش بمونه. این شاید در طول تاریخ این که یک کودک خودش به تنهایی جدا از پدر و مادرش بخواد مهاجرت کنه، نمیدونم مثلا این موقعیتی داشتیم یا نه، ولی عموما کودکان با والدینشون مهاجرت میکنن. یعنی کودک وقتی خانواده مهاجرت میکنه، خب کودک با خانواده مهاجرت میکنه. ولی به هر حال این خیلی مهمه که شخص قبل از این که معیار من اینجا برای این عرض کردم بحث هویته. کودک کسیه که هنوز اگرچه بعضی از ابعاد مهم هویتی رو گرفته و با اونا به دنیا اومده هستن، ولی ابعاد اکتسابی هویت را هنوز اصلا دغدغه‌اش هم نداره، هنوز درگیرشون نشده. خب هویت در سن نوجوانی طبق نظریه مهم و معتبر اریکسون، خود نوجوانی دوران مهم کسب هویته و مهمترین دغدغه فرد میشه هویت. خب اما در کودکی هنوز شخص دغدغه آگاهانه نسبت به هویت، به اینکه من کی هستم و به چه جامعه‌ای تعلق دارم، به کی تعلق دارم و چه ارزشایی دارم، هنوز چندان اهمیت پیدا نکرده، اگرچه عرض کردم خیلی از موقعیت هویت رو گرفته. و نوجوانی دوره کسب هویت. بنابراین ما نمیتونیم بگیم واقعیتش اینه که مثلا با 18 سالگی با 20 سالگی نوجوانی تمام میشه. فکر کنم خانم ماری فون فرانس از شاگردها و روانکاو یونگی برجسته است که اصطلاح نوجوانی ابدی رو در واقع مطرح کرده و این و خیلی در واقع تحلیل‌های جالبی برای منش انجام شده. اصلا کتاب کافکا در آینه یون که من ترجمهش کردم، یکی از بنیادهاش همین نظریه است که کافکا نوجوان ابدی بود. خب نوجوانی یعنی
در حقیقت سن یا دوره زمانی که شخص با هویت خودش درگیره و دنبال اینه که بفهمه من در این جهان کجا هستم، و تا زمانی که تمام نشه شخص نوجوانه. بنابراین امکان داره شما واقعا با 40 ساله نوجوانم مواجه بشید و شخص چون تکلیفش با خودش مشخص نیست، عملا تکلیفش با هیچ چیز دیگه‌ای در این جهان مشخص نیست. همه چیز براش هنوز در مرحله آزمون و خطاست و حالا نمیدانم خوبه یا نمیدانم بده یا به هر صورت چه صورته. و در دوره بزرگسالی از زمانی که شخص به هر حال به یک هویت نسبتا ثابت رسیده، اگرچه امکان داره تغییر کنه. خب میدونید دکتر عرض کنم مهاجرت هیچ تغییر دیگری در ما ایجاد نکنه و هر چیزی ما اضافه کنه بی تردید هویت شخص دچار در واقع تغییر میکنه، چه در جهت مثبت حالا بگیم چه در جهت منفی. خب اگر کودک در حقیقت با خانواده‌اش بیاد، من نمیدونم شما چقدر با این سوال من موافقید، ولی به نظر من خانواده‌اش باید بتونند در آینده انتظار این پرسش رو داشته باشند که چرا این مهاجرت صورت گرفت، چون کودک تصمیم گیرنده برای مهاجرت نیست. و جالب این که اگر خصوصا مسیر اول، یعنی اون مسیر در حقیقت استرزا و ترومازا رو در نظر بگیرن، کودکان خیلی خیلی بیشتر قربانی اون تنش ها میشن و جالب اینه که درک نمیکنند که چرا. میدونید یه موقع شما رنج میکشی، میدونی چرا داری رنج میکشی، ولی کودک معمولا نمیفهمه که چرا داره این رنج رو میکشه و بنابراین تاثیرش روی روانش خیلی 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 بیشتره. بنابراین واقعا به نظر من والدینی که تصمیم به مهاجرت میگیرن باید از قبل پاسخ این پرسش داشته باشم که من اگر 4 سال دیگه 5 سال دیگه این کودک من بچه من بزرگتر شده گفت چرا این اتفاق گفتی، پاسخ قانع کننده برای در نظر داشته باشم. اما مسئله در گروه نوجوانی که دکتر که دوره رسیدن به هویت، از زمانی که اگر شخص به این هویت نسبتا مستقل نرسیده باشه، خب واقعیت اینه که احتمالش اینه که در کشور مقصد تا حد بسیار زیادی به تأخیر بیفته. میدونید، یعنی نتونه جواب اون پرسش رو پیدا کنه که بالاخره من کی هستم و در این جهان کجای این جهانم و چه کار دارم و با چه افرادی و در واقع به چه گروه‌هایی، به چه در حقیقت عناصر هویت سازی تعلق دارم. اما جالب اینه که برای افراد بزرگسال هم اینطور هست، یعنی شخصی که حتی به هویت نسبتا روشن و پایداری در کشور مبدأ، یعنی در کشور خودش دست پیدا کرده، در نتیجه مهاجرت در حقیقت یک عنصر بسیار مهم به هویتش اضافه میشه. یعنی هیچ تغییری در هویتش صورت نگرفته، این شخص مهاجر، خود کلمه مهاجر میشه هویتش، یعنی دیگران دیگه به چشم مهاجر بهش نگاه میکنن و خودش هم در حقیقت خودش را مهاجر خواهد دید و این یک در واقع عنصر بسیار مهم، یک عامل بسیار مهم در حقیقت در این هویته و بنابراین شخص باید خیلی 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 در حقیقت درباره این موضوع در کشور مقصد مسئله براش خواهد شد و باید دغدغه‌شو داشته باشه و عملاً دغدغه‌شو داره. چون در حقیقت هویت ما تا حد بسیار زیادی برگرفته از فرهنگ، به هر اندازه که این تفاوت‌های فرهنگی بین دو تا جامعه وجود داشته باشن، امکان این که شخص در نهایت به یک هویت منسجم دست پیدا کنه خیلی خیلی سخت میشه. چرا؟ چون عناصر بسیار مهمی از در حقیقت هویتی که شخص در جامعه مادر باهاش بوده، اینها رو احتمال زیاد در حقیقت از دست خواهد داد و در جامعه مقصد یا جایگزین براشون نداره، یا اگر جایگزین داشته باشه باید این عناصر جایگزین با اون مؤلفه‌های دیگر، مؤلفه‌های تغییر نیافته هویتش یکسان باشن و پیدا کردن این خیلی خیلی کار سختیه. ببینید دکتر، حتی منی که یعنی اصلا هر کودکی که در جامعه خودش به دنیا میاد و اصلا هیچ موقع قصد مهاجرت هم نداره، مهاجرت نمیکنه، بر اساس دوره‌های زمانی سنی باید یک سری در حقیقت قابلیت‌های روانشناختی خاص پیدا کنه. خب بر اساس سن خاصش. اگر اینجا دوباره بخوام از نظریه ایکسون استفاده کنم، مثلا باید قبل از نوجوانی به احساس این که جهان جای قابل اعتمادیه یا نیست میرسه و سلامت اینه که بفهمه جهان جای قابل اعتمادیه، معنی اینکه جهان جاییه که نیازهای من میشه توش برآورده کرد. احساس خودمختاری یا در واقع شرم و تردید در مقابلش، احساس ابتکار عمل یا در مقابلش عرض کنم خدمتتون احساس گناه، احساس این که من میتوانم یا نمیتوانم، آیا انسان توانایی هستم یا خیر. خب اینجا مسائلی هستن که باید در دوره‌های مقدماتی زندگی شخص بهش برسه و در شکل‌گیری هویتش تاثیر داره. وقتی یک نفر وارد جامعه جدیدی میشه که این جامعه جدید با جامعه اول متفاوته، گویی باید تمام اون مراحل باید از نو طی کنه. خب یعنی اون شخص در جهان اولش احساس ارزشمندی میکنه، احساس در واقع اعتماد به جامعه اطرافش میکنه، احساس توانایی میکنه، همه اونها در جامعه جدید زیر سوال میره، یعنی هیچ کدوم از اونها تضمین نداره، باید دوباره از اینا رو اول به دست بیاره. با این تفاوت که یک شخص عادی در جامعه اول، یعنی یک کودکی به دنیا میاد، سالها فرصت داره تا به این احساسا برسه، ولی یک شخص بزرگسال در جامعه مقصد این فرصت رو نداره، باید خیلی خیلی زود باید به این نتایج برسه، یعنی خیلی زود باید درباره قابل اعتماد بودن یا اعتماد نبودن جهان اطرافش به نتیجه برسه، خیلی زود باید
در حقیقت به احساس خودمختاری و توانایی تاثیرگذاری بر محیط و احساس شایستگی، احساس ابتکار عمل، احساس خلاقیت در این جامعه جدید برسه. خب بنابراین اون نظریه شما درسته، واقعیتش اینه، نظر شما کاملا درسته که شخص زودتر بیاد. خب خیلی خیلی راحت تره. چرا؟ چون در حقیقت مسئله اینه که این هویت شکلگی هر چقدر شکل گرفته تر باشه، اون عناصر قبلی هویت در حقیقت تغییرشون و جایگزین کردنشون با عناصر هویت دیگر، هویت جدید که باید بپذیره، کار خیلی خیلی سخت میشه. در رابطه با هویت عنصر خیلی خیلی مهم دیگه فرهنگ که ربط به جنسیت هم داره، چون جنسیت همونطور که میدونید به هر حال یک بعد بنیادینش زیستیه، ولی بخش بسیار مهمش فرهنگ، یعنی فرهنگی که جنسیت رو تعریف میکنه، فرهنگی که در حقیقت اینکه زن چیست و مرد چیست و زن چگونه باید باشد و مرد چگونه باید باشد، مرد چگونه رفتار کند، زن چگونه رفتار کند، چه هر کدام چه حقی دارند و چه در واقع محدودیت‌های، تمام اینا رو فرهنگ داره تعریف میکنه. خب و در تمام مهاجرت‌های از شرق به غرب، در حقیقت خانم‌ها اون تغییر هویتی رو بنابراین خیلی شدیدتر تجربه میکنند. خب یعنی میدانند این جامعه‌ای که جدیداً وارد، شما از چین و ژاپن حتی در نظر بگیر تا هند، تا ایران، تا افغانستان، مربوط به یک کشور خاص نیست، واقعیتش اینه که از شرق به غرب نگاه به زن و جای تعریفی که از زن شده بسیار بسیار متفاوته و خیلی از بنابراین خیلی که چرا تمام زن‌هایی که از شرق به غرب مهاجرت میکنن احساس میکنن که باید کاملا از نو خودشون تعریف کنن. خب و جالب اینه که خب بسیاری از اینها، البته ارز کنم خدمتتون، بسیاری از اینها خیلی از اون ارزش‌های قبلی رو پذیرفتن، تا یعنی درسته که مهاجرت میکنن، درسته که حتی البته خب اینو عرض کنم خدمتتون، در کل نه که به صورت اکثریت بخوام بگم، خانم ها معمولا در مهاجرت درصد کمتریشون هستن که خودشون تصمیم به مهاجرت میگیرن، معمولا به عنوان همراه میرن، یعنی تصمیم دیگری یک آقایی گرفته، یا پدر گرفته یا همسر گرفته و اینا به عنوان همراه میرن، ولی به هر حال اون تغییر اساسی صورت میگیره، اون تحول اساسی صورت میگیره. جالب اینه که شاید خود این اشخاص در خیلی از موارد احساس آزادی بیشتری بکنن، اما تقریبا تمام پژوهش‌هایی که من دیدم نشون میده که تعارض‌ها اونجا بیشتر میشه. چرا؟ چون بین آنچه که جامعه مقصد ازشون انتظار داره و آنچه که جامعه مقصد بهشون نویدشو میده، بهشون وعدهشو میده و خودشون هم خیلی موقع دوست دارن، با انتظاراتی که خانواده ازشون دارن تعارض‌های خیلی خیلی جدی‌تری هست. خب و در واقع یکی از مشکلات جدی خانواده‌های مهاجر، نه اشخاص، خانواده‌های مهاجر، اونجا مسئله دختران و خصوصا دختران نوجوانشونه. و درباره خانواده مسلمان زارن از خیلی از در واقع خانواده‌های مهاجر شرقی دیگه بسیار بسیار بیشتر خواهد شد. بنابراین از یک طرف خودشون احساس میکنن، خانم‌هایی که میرن از یک طرف خودشون احساس میکنن در جامعه جدید امکانات بیشتر براشون هست، آزادی‌های بیشتر براشون هست، از یک طرف به همون اندازه انتظارات خانواده‌شون خیلی خیلی بیشتره. چون واقعیتش اینه که خانواده‌هایی که میرن به خیلی از مواقع و درباره آمریکا این بی‌نهایت صدق کرده، یعنی پژوهش‌ها نشون دادن که اگرچه دوست دارند که با جامعه مقصد ارتباط برقرار کنند و از جامعه مقصد استفاده کنند، ولی اکثریت خانواده دوست دارن ارزش‌های جامعه سنتی خودشون حفظ کنن. خب و این یک تنش بسیاره و این تنش درباره خانم‌ها خیلی خیلی بیشتره، چون انتظار بر اینه که خانم‌ها نگهدار اون ارزش‌های سنتی باشن. می‌دونید اینجاست که این تناقض در زندگی اینها خیلی خیلی بیشتر میشه. یه نکته جالبی که دیدم توی یکی از مقالاتی که دیدم، مقایسه کرده بودن موفقیت تحصیلی پسرها و دخترای خانواده‌های مهاجر. خب و نتیجه گیری این بود که دخترها به طور معناداری هم به مدرسه و دانشگاه علاقه بیشتری دارن، دخترای خانواده مهاجر، و هم خیلی خیلی موفق‌ترن. خب و در تحلیلش به این نتیجه رسیدن اینه که بسیاری از خانواده‌های مهاجر دختراشون رو واقعا محدود می‌کنن، یعنی اگرچه جامعه آزاد می‌ذاره ولی اینا خود دختراشون محدود می‌کنن، نمی‌خواهند دختراشون کاملا مثلا در فرهنگ مقصد جذب بشن، ولی دانشگاه و مدرسه مهمترین در واقع مفریه برای این دختران که بتونن از اون فضای خانواده میخوان توش نگه دارن بیان بیرون، و بنابراین هم علاقه بیشتری دارن و هم راهی میدونن برای جذب بیشتر در موفقیت. نمیدونم حالا لطفا اگه بعضی جاها اشاره نکردم، یعنی خیلی کلی گفتم درباره مسئله جنسیت یا سن، بفرمایید که حالا وارد جزئیات دقیق‌تر بشم. نه کاملا این نکته که فرمودید به خصوص در رابطه با خانواده‌های سنتی تری که مهاجرت میکنن و مواجه میشن با فرهنگی که در مورد خانم‌ها فرهنگ بازتر و متفاوت‌تریه، در این حال که در حقیقت تمایل به مهاجرت دارن ولی به قول شما فرهنگ سنتی خودشون رو می‌خوان حفظ کنن. من موارد خیلی نزدیک رو باز میشناسم که چنین اتفاق افتاده، یعنی دختر در اون خانواده کاملا با فرهنگ ایرانی و حتی اسلامی در کشور آمریکا مواردی رو سراغ دارن بار اومده و بعداً این دختر دچار تعارضات خیلی بسیار شده و درگاه بسیار دیده، در حالی که پسر در اون خانواده کاملا مثلا آمریکایی شده و کاره و داره مطابق با اون جامعه و انتظارات اون جامعه ازش داره زندگیشو میکنه، ولی دختر دچار مشکلات و تعارض‌های بسیاری شده در آینده. ولی خب خانواده‌هایی که در حقیقت
کمتر سنتی هستن و بیشتر میتونن اگر هم سنتی هستن انعطاف نشون بدن نسبت به فرهنگ جامعه مقصد، شاید این تهدیدها برای گفتن اگرچه میتونه بگیم نمیتونه صفر بشه و به نظر منم همینطوره آخرش در سطحی وجود داره، ولی میتونه کمتر در نظر گرفته بشه. مرسی، به نظرم نکته خیلی مهمی بود که واقعا این در مورد جنسیت و جنس دختران خیلی به وفور خودش نشون میده. اگر ما جنسیت رو در سطح بیولوژیکال از عنوان انگلیسی سکس براش استفاده بکنیم که بگیم حالا برای جنس مرد و زن در جامعه ما تعریف مشخصی داره، همین جنسیت سکس در جامعه مثل کشور آلمانی، کشور اروپایی فقط به زن بودن و مرد بودن محدود نمیشه. جنسیت‌های مختلفی که الان در مکتوبات و مستندات هم از گزینه‌هاش استفاده میشه، یعنی فقط جنس زن و مرد. حالا از اینکه بگذریم و این جنبه بیولوژیکال رو صرفا در نظر نگیریم، میتونیم بگیم که همونطور که آقای دکتر میرانی فرمودن، جنسیت دارای جنبه دیگری هست، اون جنبه فرهنگی و اجتماعیه، یعنی هویت فرهنگی و اجتماعی فرد زن بودن در اون جامعه تعریف شده که از عنوان جندر برای اون استفاده میکنن. این جندر یعنی جنسیتی که زن و مرد در جامعه ما شمرده میشه با جندری که زن و مرد در جامعه آلمان یا آمریکا یا کانادا یا مالزی نامیده میشه کاملا متفاوته، یعنی خیلی خیلی میتونه متفاوت باشه. و همینطور میتونه باز جنبه سکشوالیتی یا میل جنسی رو در نظر بگیریم. انتظاراتی که در مورد میل جنسی در دختران در جامعه ما هست با انتظاراتی از میل جنسی سکشوالیتی در جامعه غربی هست کاملا متفاوته و این به نظرم نکته بسیار پر اهمیتیه که شما به اون اشاره کردید. خب آقای دکتر میرانی، الان ما حدوداً این نکته آقای دکتر، یه نکته هست که من جزئی تو این بحث قبلی موند. ببخشید من نمیخوام ببندمش، می‌خواستم ببینم که نه حالا خیلی سوال بعدی باشه. این نکته این که یکی غیر از این بحث جنسیت کلاً دینامیک خانواده، روابط بین افراد خانواده در جامعه مقصد و مبدأ بسیار متفاوت خواهد شد. خب هم این که و جالب این که تعارض‌های جدی احتمال داره پیش بیاد. چرا؟ چون به هر حال عرض کردم با ورود به جامعه جدید شخص تمام ارزش‌های جامعه جدید نمی‌پذیره و خیلی از اون پیشینی خودشو داره و حتی خیلی جالبه به خاطر اون عقده بهش میگن عقده، تو روانکاوا بهش میگن عقده دیاسپورا. گاهی موقع شخص تا زمانی که به کشور در واقع مقصد نرفته اصلا خیلی آدمی نبوده که دغدغه‌های ملی و هویتی داشته باشه، میره اونجا تازه فعال میشه. یک خانم من داشتم میخوندم، یه دختر چینی دقیقاً خودش اینو گفته بود من تا موقعی که رسیدم آمریکا اصلا نمیدونستم چین چیه، یعنی چین برام مهم نبود، ولی الان اومدم آمریکا چین برام خیلی خیلی مهم شده، واقعا خیلی خیلی مهم که چینی باشم و چینی حتی خود شخصی اینو گفته بود. بنابراین خیلی موقع اون ارزش‌ها رو میخوان نگاه کنن و خیلی از مواقع این در واقع همین تعریف نقش‌های جنسیتی و نقش‌های در واقع زناشویی باعث تعارض‌ها بین زن و شوهرها میشه. یعنی واقعیتش اینه ها، خیلی از آقایون در جامعه مقصد نمیخوان نقش زن در جامعه مقصد رو برای همسرشون بپذیرن و دوست دارن زنشون خانمشون با همون انتظاراتی که همون جوری که در جامعه مبدأ بوده اینجا هم همون صورت رفتار کنه. یعنی به هر حال یک سری آزادی‌ها، یک سری به هر حال برابری‌هایی که امکان داره اونجا داده بشه، اینو خیلی از آقایون نمیتونن بپذیرن در حالی که خانم‌ها انتظارشو دارن و بنابراین این منشأ تنش براشون میشه. نکته دیگه این که به خاطر یک سری شغل‌ها، یک سری کارهایی مثلا پرستاری‌ها یا مثلا معلم، خصوصا پرستاری‌ها و به هر حال کارهای خدماتی که در خانه‌ها صورت میگیره، ظاهرا برای خیلی از خانم‌ها امکان شغل پیدا کردن زودتر از آقایون صورت میگیره. خب و خود این یعنی امکان داره که در سالهای اولیه خانم شاغل بشه، خانم در حقیقت مسئولیت اقتصادی خانواده رو بگیره و آقا بیکار باشه و همین باعث میشه دوباره تعارض‌های نقشی خیلی خیلی زیادی در واقع به شکل مردی که به هر حال بر اساس اون تفکر جامعه قبلی خودش رو مسئول اصلی میدونه، خودش رو سرپرست خانواده میدونه، اینجا احساس میکنه که در واقع اون جایگاه رو از دست داده و بنابراین در جایگاه پایینتری قرار گرفته و باز خودش این یک تنش وجود میاد. حالا این خانمی که اونجا شاغل میشه و شغل پیدا میکنه، این شغل ها باز خودش مستلزم در حقیقت اسیمیلیشن یا ادغام در اون جامعه است. باز مسئله‌ای که خیلی موقع هم آقایون باش مشکل دارن و هم خانواده‌های اینها در جامعه نفسشون بالاخره ارتباط هست دیگه. یعنی خانواده‌های این اشخاص، خانواده‌های بزرگتر اینها در جامعه اصلی در سرزمین پدری و مادری، اونها نگران این هستن که شما اونجا رفتید کلا خودتون رو گم نکنید و نمیدونم از خود باخته نشید و نمیدونم آمریکایی نمیدونم آلمانی نشید، در حالی که این فضا دقیقاً خانم‌ها رو و از خانم این انتظار بیشتره، در حالی که شرایط اجتماعی جدید خانم‌ها رو بیشتر به سمت ادغام در اون جامعه میرسونه. نکته خیلی مهم‌تر درباره این پویای خانواده که خانواده باید بهش توجه کنن اینه که رابطه بین پدر و مادر و والدین خیلی عوض خواهد شد و بچه‌ها هم اونجا حقوق دیگه‌ای دارن. یه ضرب المثل من خیلی برام جالب بود، چند تا ضرب المثل بین مهاجرای آمریکای جنوبی در آمریکا رایج شده. مثلا میگن که عرض کنم خدمتتون، فکر کنم اینجوری بوده که اینا زمانی که برمیگردن هر خانواده بین مهاجران هایتی بوده که اولین چیزی که یک نوجوان یا یک کودک آمریکایی یاد بگیره این شماره 911 شماره اورژانس اجتماعی که کودکان میتونن شکایتشون از والدینشون.
یعنی به عنوان یک گله میگن بچهای ما اولین چیزی که مثلا تو آمریکا یاد بگیرن این شکایت کردن از ماست و این خب یک نکته بد میدونن. یا بین برزیلیا رایج این که خانواده‌های برزیلی هر وقت از مرز آمریکا برمیگردن برای مثلا سفر مهاجرتی که برمیگردن برای مثلا مسافرت‌های اینا، به محض اینکه پاشون تو برزیل میرسه اولین کاری میکنن بچه‌هاشون رو کتک میزنن، میگن این به خاطر همه کتکایی که تو اونجا دوست داشتم بهت بزنم ولی جرئت نکردم بهت بزنم. یعنی این روابط بین خانواده فرزندان و والدین هم خیلی خیلی عوض میشه. و جالب اینه که معمولا این تصور بر اینه که پدر و مادر حامی فرزندانند، ولی به خاطر توانایی خاصی که فرزندان در یادگیری زبان دارن خصوصا، و به خاطر اینکه خیلی زودتر میتوانند در جامعه جدید جذب بشن و با جامعه جدید آشنا بشن، خیلی از موقع‌ها مشکل جدی که پیش میاد و هر دو گروه رو اذیت میکنه اینه که در جامعه مقصد والدین نیازمند فرزندان میشن. دقیقاً والدین نیازمند فرزندان میشن. یه دختر ویتنامی گفته بود اصلا تاریک ترین، چون لغتش یادمه، تاریک ترین حقیقت زندگی من اینه که اینجا مادرم وابسته به منه. اینجا به محض اینکه از خانه میایم بیرون من باید به مادرم بگم مادر این کارو بکن، مادر این کارو نکن، مادر این حرفو بزن، مادر من بدون من هیچ کاری نمیتونه انجام بده. خب و بنابراین این در واقع بچه‌ها وابسته به والدین، وابسته به بچه‌ها میشن و این برای هر دو طرف خیلی سخته. یعنی بچه‌ها خیلی موقع احساس میکنن، و باز اینجا البته دخترای خانواده احساس میکنن یک مسئولیت خیلی خیلی بیشتری بر عهدهشون هست و از طرفی هم والدین ناراضیان، چون شما ملاحظه فرمایید اون بحث پرستیژ و احترام و کسی بودن حتی اگر در جامعه نباشه شخص خانواده‌ای رو خیلی موقع بهش میده. یعنی اینکه من پدر خانواده هستم، اینکه من مادر خانواده هستم، این حداقل در چارچوب خانواده خودم کسی هستم، به هر حال خیلی ارزشمنده. ولی امکان داره که این اتفاق خیلی خیلی موقع بیفته و رابطه والدین و فرزندان اونجا کاملا دگرگون بشه. عرض کردم به جای اینکه والدین مراقب باشن، والدین مسئول باشن، اونجا امکان داره این نقش برعکس بشه و کودکان و فرزندان هم که احساس میکنن باید مراقب والدینشون باشن و این برای هر دو طرف دردناکه. چقدر خوب این نکته رو گفتی. تو من در نظر داشتم که به این نکته اشاره کنم از منظر زبان که فکر کردم مقبول واقع شد ولی اشاره کردید کاملا. ارتباط بین پدر و مادر و فرزند بعد از مدتی که بچه‌ها به در واقع حالا مهد کودک رفتن و مدرسه رفتن، به خاطر اون انعطاف پذیری فوق‌العاده بچه‌ها از نظر زبانی، از نظر فرهنگ پذیری بسیار بسیار تحت تاثیر قرار می‌گیره. حالا یه نکته که هست اینه که در کشورهای انگلیسی زبان، چون زبان انگلیسی به خاطر ویژگی‌های زبان انگلیسی زبان آسان‌تریه و پدر و مادر به سطح ادوانس و فلوئنت که میتونن سریع دست پیدا بکنن، باز سطح این مشکل سطح کمتری، نه اینکه نباشه اصلا، سطح کمتری. ولی در کشورهایی که زبان انگلیسی نیست، مثل آلمان، فرانسه، اتریش، این جایی که انگلیسی نیست، چون پدر و مادران هیچ وقت نیتیو نمیشن واقعا، اینطوری نیست به سطح نیتیو بودن برسن، به خاطر اینکه بعد از 12 سالگی این امکان خیلی خیلی کم میشه. بچه‌ها از سن 3-4 سالگی، 3 سالگی حتی در مهد کودک نیتیو میشن، یعنی تا 5 سالگی 6 سالگی دیگه زبان رو کاملا میتونن صحبت بکنن. فرهنگ پذیریشون خیلی فرهنگ اون کشور رو گرفته به خودش. و جالب اینه که شما چیزهایی که من دیدم و میخوام واسط تجربه زیستم اشاره بکنم، زیست جهان پدر مادر با زیست جهان فرزند کاملا متفاوت میشه. یعنی اینجا ما دچار خلایی میشیم که نمیتونیم که با فرزندمون ارتباطی که ازش توی کشور خودمون مبدأ سراغ داشتیم یا با بچهای دیگه‌مون که توی کشور مبدأ همزبان خودمون بودن و این ضعف از سمت ماست، نه سمت اون فرزند. چون فرزند ما زبان فارسی رو مثل ما نمیتونه صحبت بکنه و معمولا بگم درصد بسیار بالایی از بچه‌هایی که خارج از کشور بزرگ میشن، اگرچه در سن پایینی هم بچه‌ها دارن فارسی صحبت میکنن، ولی چون زبان غالب اونجا زبان آلمانی میشه، فرانسوی میشه، برای مثال اسپانیایی میشه، تو مدرسه توی با دوستانشون، با همزبون‌هاشون، یعنی کسایی که هم سنشون هستن اینطوری صحبت میکنن و نوشتن فارسی رو هم یاد نمیگیرن، اونها نیتیو فارسی نیستن، پدر و مادر نیتیو مثلا فرانسوی نیستن و بنابراین اون ارتباط و همدلی و اون ارتباط عاطفی احساسی و استفاده از دایره لغات به یکسان دچار اختلال میشه. یعنی پدر مادر و بچه در ارتباط دچار مشکلاتی میشن که خب اینجا پیشنهاداتی میشه، ولی اگر این پیشنهادات و پروتکل‌ها درست رعایت نشه، واقعا این مشکلی که شما عرض می‌کنید، یعنی گفتید و اشاره کردید، به نظر من مشکل خیلی اساسیه که میتونه بسیار تاثیر بذاره. دقیقاً دکتر این بیان شما دقیقاً چیزی فرمایید که در یک مقاله من خوندم که درباره وقتی پدر مادرم میتونن به هر حال در حد مسائل روزمره عادی زبان یاد بگیرن و با بچه‌ها صحبت کنن، شاید در این حد مشکلی پیش نیاد، هر دو بتونن به تو زبان صحبت کنن. ولی زمانی که بحث‌های جدی‌تر و پیچیده‌تر پیش میاد، دقیقاً اینا دیگه دو تا زبان متفاوت دارن. یعنی کودکان فرزندان به زبان کشور مقصد که یاد گرفتن فکر میکنن، بنابراین استدلال‌هاشون، دلایلشون معمولاً در چارچوب این زبان میگنجه، ولی پدر مادر همچنان در چارچوب زبان
در واقع خودشون، یعنی زبان سرزمین پدری مادری رو فکر میکنن. بنابراین به محض اینکه بحث ها یک ذره جدی‌تر و پیچیده‌تر از مسائل خیلی خیلی پیش افتاده روزمره میشه، اینها دیگه نمیتونن، امکان در واقع گفتگو و دیالوگ بینشون نیست و اون در واقع شکاف بین نسلی در خانواده‌های مهاجر این خیلی خیلی بیشتر هست ظاهرا نسبت به مسائل دیگه. درباره زبان که شما فرمودید که و درست هم فرمودید که تقریبا ازش غافل بودیم، من باز تو یک مقاله اینا دقیقاً دارم جملات تکرار میکنم، نوشته بود که البته این درسته واقعا که زبان سطحی ترین لایه ارتباطه. درسته که 100% باید باشه، ولی مهم اینه که زبان در بستر فرهنگ داره، زبان در بستر فرهنگ ارتباط برقرار میکنه. بنابراین اصلا برای ارتباط فرهنگی فقط دانستن زبان کافی نیست، اگرچه خوشبختانه یعنی کتاب‌ها و متدهای آموزشی درست و در واقع اصولی الان در خلال یادگیری زبان نکته‌های فرهنگی مهمی رو هم آموزش میدن، ولی ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های فرهنگ خیلی خیلی بیشتره. دقیقاً من در یک مقاله خونده بودم، این برق رفتن ازش پرینت بگیرم چون آماده کردم که از روش بخونم که اینی باشه. مثلا یادمه که نوشته بود که مثلا در افرادی که در کشورهای عرب زبان خاورمیانه زندگی میکنن اصلا نمیتونن متوجه بشن که صدای تون صداشون، یعنی میزان بلندی یا در حقیقت همین بلندی صداشون که از نظر خودشون طبیعیه، در بعضی از کشورهای اروپایی و غربی در حد داد زدنه. یعنی خود همون تون صدا، بلندی و بلند نبودن صدا امکان داره اونجا در حقیقت یک نوعی توهین به حساب بیاد. یا مثلا میزان فاصله‌ای که افراد با هم صحبت میکنن، یعنی صمیمیت. دقیقاً یعنی امکان داره شما با دیگری میتونی صحبت کنی، ولی اگر ندونی که، یعنی در بعضی از کشورها یک حدی از نزدیک شدن را دیگه جوری تجاوز بر شخصی میدونن و بی‌احترامی میدونن و تو باید یک فاصله رو حتما حفظ کنی. باز گفتن خیلی موقعی نمیدونن. یا مثلا یک جمله خیلی جالب درباره ما ایرانی هم سه جمله درباره برزیلیا گفتن برزیلیا باید متوجه این بشن که وقتی میگن ساعت 9 به معنای این نیست هر زمانی بین ساعت 9 و 10. خب یعنی دقیقاً ساعت 9، چیزی که برای من و شما اتفاق افتاد، ما دقیقاً ساعت 9 شروع نکردیم، حالا البته به خاطر مشکلی که برای برخورد شما بود. این تفاوت‌های فرهنگی زبان در بستر اینا، ارتباط در بستر اینا صورت میگیره و بنابراین کافی زبان خیلی 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 مهمه و یادگیری این تفاوت‌های فرهنگی اصلا شیوه در واقع شیوه آغاز گفتگو. و خب این البته یک بحث کاملا روانشناسیه که ما در حقیقت زمانی که با یک فرد بیگانه مواجه میشیم هر چقدر این آشنایی بیشتر میشه و در واقع لایه‌های صمیمیت پیش میریم، به چه صورت باید پیش بریم. گاهی موقع‌ها پرسیدن بعضی از سوال‌ها از یک دوست صمیمی مثلا که مدت هاست باش آشنا هستیم مشکل نداره، ولی پرسیدن همون سوال در جلسه اول یا جلسه دومی که ما در دیدار اول و دوم خیلی خیلی سخت میشه. باز اینم یک مسئله خیلی خیلی فرهنگی جدیه که میتونه باعث اختلاف بشه. یعنی اینکه من در اندازی بدانم که در این فرهنگ موضوعاتی که قابل طرح هستند در کدام یک از سطوح صمیمیت درسته و در کدام از سطوح صمیمیت نادرسته، این خودش خیلی خیلی میتونه مسئله اختلافات باشه و یک ضرورتیه که باید در واقع شخص بهش فکر کنه و زود بتونه یادش بگیره. بله دقیقاً همینطوره که از فرهنگ تا فرهنگ متفاوته. خب مثال زیادی در این مورد هست، من میخوام چون وقتمون اجازه نمیده دیگه گفتم چرا نکنم. فقط یک جنبه بحث حالت منظر یک سوالی که من تا می‌خواستم مطرحش بکنم اینجا این بود که ما تا الان صحبت کردیم در مورد مهاجرت از منظر فردی که مهاجرت میکنه، یعنی فرد مهاجر. حالا در کشور ما چند سالی است که نزدیک یک دهه است که مهاجرت بسیار زیاد شده، هم مهاجرت تحصیلی و هم مهاجرتی که برای در واقع تأمین کمبودها و یا شکوفایی در زمینه‌های شغلی و رفاهی و آزادی و غیره از موارد اشاره کردیم. خب من داشتم به آمارها نگاه می‌کردم و اتفاقا حالا اینجا پیش‌رو هم هست. آمارها نشون میدن که مهاجرت در کشور ما تبدیل به یک امر کلان شده، یعنی به صورت موجوار و امر عظیمی شده که مثلا 1 میلیون نفر برای ویزای کانادا اقدام می‌کنن همزمان. یا مثلا در یک نظرسنجی که دانشگاه تهران انجام شده بود من دیدم مثلا در بین 100% دانشجویی که سوال شده بود، حالا تعدادش رو باید ببینم دقیقاً، فقط ازشون پرسیده بودن بعد از تحصیلات پایان تحصیلات قصد مهاجرت داری یا نه، 14% فقط گفته بودن خیر. و این خب این آمار تا زمان سال 95، یعنی قبل از این گرانی‌ها و مسائل و مشکلاتی که در جامعه ما هست. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که غیر از تبعات و پیامدهایی که ما برای فرد مهاجر برشمردیم، خب ما میتونیم پیامدهای بسیاری در نظر بگیریم برای کشور مبدأ، کشوری که با سیل عظیمی از مهاجر روبرو میشه و میتونیم، حالا من توی اون یادداشت به اون اشاره کردم که مثلا ما این تبعات مختلفی داره. تبعات اجتماعی هست که خب این کشور از در واقع یک تعداد بسیاری از مهندسان، دانشمندان، فیلسوفان، نخبگان و افراد مختلف داره خالی میشه، از صنف‌های مختلف افرادی که حالا یا به دنبال شکوفایی هستن میرن و یا انگیزه‌های دیگه‌ای. خب یک جنبه اجتماعی، علمی، فرهنگی اجتماعی. یک جنبه
در واقع یکی از تبعات دیگرش تبعات ژنتیکیه که اگر قائل باشیم که افراد نخبه و یا تاثیرگذار در کشور با خانواده هاشون دارن مهاجرت میکنن، این روند تکاملی ژنتیکی که به هر صورت هست و در واقع یک سابقه علمی داره از ایران خارج میشه و روز به روز داره میزان اون کاهش پیدا میکنه. یکی دیگه از تبعات اون میتونه برای مثال تبع روانشناختی باشه. وقتی که در کشوری با سیل عظیمی از مهاجر روبرو میشه و مردم میبینن که همه دارن مهاجرت میکنن، اولا به خودشون میان که پس چرا ما اینجا هستیم؟ شاید ما داریم اشتباه میکنیم و ما هم باید مهاجرت بکنیم. اگر هم بخوام بمانند، این وقتی که میبینن دوستان نزدیکشون دونه دونه دارن میرن، اقوام نزدیکشون دونه دونه دارن میرن، دچار یأس، ناامیدی و حتی افسردگی میشن. من مثلا سراغ دارم که دوستان نزدیکشون مهاجرت کردن و دچار افسردگی شدن. و یکی از تبعاتش به نظر من تبعات اخلاقی هست. یعنی وقتی که ما در جامعه قرار میگیریم که میبینیم افراد زیاد، دوستان نزدیکمون که هیچ، افراد زیادی که سر کار به اونها در واقع هستیم و همکارمون هستن، اقواممون هستن، دوستانمون، همگی دارن مهاجرت میکنن و گویی جامعه تبدیل شده به جامعه که هر کس داره خودش رو در نظر میگیره، چون مجبوره که خودش رو در نظر بگیره. خب حالا من نمیگم حتما با اختیار هست، یعنی واقعا یک جبری داره باعث میشه که اون هم مهاجرت بکنه و هر کس به فکر خودشه، به این معنا که به فکر زندگی خودشه، نه حالا بخوام بگم خودخواهی. یعنی میخواد آینده خودش رو بسازه، آینده خودش داره یک امنیت خاطری باشه یا به ادامه تحصیلاتش بپردازه، چون از وضعیت تحصیل در اون کشور راضی نیست و اصلا اونو شایسته سالاری مطابق شایسته سالاری نمیدونه، یا از وضعیت اقتصادی راضی نیست، یا از راندهای موجود راضی نیست، یا از فساد اقتصادی راضی نیست، از مسائل و مشکلات فرهنگی اجتماعی راضی نیست. در صورت داره با در نظر گرفتن خود مهاجرت، یعنی که من خودم مهاجرت میکنم نه فرد دیگه، من خودم شخصا تصمیم میگیرم که اینجا برای من مناسب نیست یا میتونه اونجا برای من مناسب تر باشه به قول شما، یعنی با ناظر به کمبود یا ناظر به شکوفایی. درسته؟ بنابراین شاید افراد دچار یک بی‌تفاوتی میشن نسبت به هم. یعنی وقتی من میبینم دیگران دارن مهاجرت میکنن و به فکر جامعه خودشون و وطن خودشون نیستن، چون به این نتیجه رسیدن که این وطن رو به ویرانیه و دیگه درست بهشون نیست و منم که نمیخواستم مهاجرت کنم دیگه آروم دارم مهاجرت میکنم، افراد دچار دلسردی میشن، ناامیدی، یأس و بی‌تفاوتی اجتماعی روز به روز داره رشد پیدا میکنه. یعنی من نسبت به وضعیت هم نوعم در کشور خودم، هموطنم در کشور خودم بی‌تفاوت میشم. سوال اینه که اگر چنین تبعاتی رو ما در نظر بگیریم برای کشور مبدأ و کشور مبدئی که میگم در شرایط عادی نیست، در واسطه عظیم از مهاجرت و روزافزون روبروه، آیا هر یک از ما به هنگام مهاجرت باید در موقعیتی قرار میگیریم که باید نسبت به هموطنان خودمون، نسبت به سرزمین خودمون، وطن خودمون رو واجد مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بدونیم و یا نه؟ یعنی صرفا ما باید بگیم من مسئولیت زندگی خودم رو دارم و میتونم در مورد آینده زندگی خودم تصمیم بگیرم و به این نتیجه رسیدم که در کشور آلمان یا آمریکا یا کانادا میتونم دکترامو بخونم و اونجا برای من مفیده. صرفا به این نتیجه رسیدم که یک جاب آفر دارم یا میتونم اونجا بهتر کار بکنم، مهاجرت میکنم، وضع اقتصادی بهتری دارم، اونجا آزادی دارم میتونم، یا اینجا وضعیت خوبی ندارم صرفا اصلا میتونم پناهنده بشم و یک پول حداقل از دولت آلمان دریافت بکنم. آیا این تنزیل پیدا میکنه به مسئولیت فردی نسبت به خود من و خانواده من، یا هر یک از ما وقتی که مواجه میشه با چنین موقعیتی در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، به هنگامی که می‌خوایم تصمیم بگیریم که مهاجرت بکنیم یا نکنیم، واجد یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی هستیم؟ یعنی باید دیگران رو هم در نظر بگیریم، باید آیندگان این سرزمین رو در نظر بگیریم، آیا تبعات ژنتیکی این جامعه رو در نظر بگیریم، تبعات اخلاقی اون رو در نظر بگیریم، اجتماعی. می‌خوام ببینم به نظر شما این تفکر و در نظر گرفتن یک مسئولیت اجتماعی یک چیزیه که شاید بیننده الان بگه وایس خودش توی آلمان نشسته داره همین صحبت بحث مطرح میکنه، به قول معروف میگه بالای گود نشسته میگه لنگش کن و واقعا حرف معناداری نیست، و یا اینکه نه ما واقعا باید در این مورد صحبت بکنیم و حداقل آسیب شناسی بکنیم یا حداقل بگیم که کسانی که دارن میتونن در جامعه خودشون مفید باشن و برگردن و سازنده باشن به چنین چیزهایی هم فکر بکنن. نظر شما در این مورد چیه؟ سوالتون خیلی جالب بود، چون من یه نکته یادم رفته بود که البته خب پرسش شما به نظر من پاسخ مستدل و دقیق این پرسش شما یک فیلسوف اخلاق میتونه بده، یعنی پرسشتون رو در عرصه اخلاق میگیره، ولی خب در حد در واقع در خودم پاسخ خواهم قبل از این یادم نره و از اینجا شروع میکنم. اتفاقا آقای دکتر یکی از پژوهش‌های جدی اینجا نشون داده بود که خیلی از کسانی که مهاجر هستند و موفق هستند و راضی هم هستند، اما دچار یک حس خیلی جالبن. یعنی اینو شاید در زندگی روزمره نشون نداده، ولی روانشناسایی که روش کار کردن نشون داده که اینها دچار یک احساس گناه نسبت به کسانی که همین کسانی که در جامعه خودشون هستند و فکر میکنن در حقیقت دچار یک احساس گناه نسبت به اونها هستند که گویی من اونها رو رها کردم. بنابراین اتفاقا خیلی جالبه
اون دو تا انگیزه هست که عرض کردم خدمتتون، از همون اول صحبت کردیم. بود و شکوفایی. خیلی جالبه، اینها روی انگیزه برای بازگشت هم تاثیر دارن. میدونید یعنی واقعیت اینه که خیلی از مهاجران هم اولا که اکثر ما اصلا گفتم اصطلاح عقده دیاسپورا هست، یعنی خیلی از موفق ترین انسان‌های مهاجر هم رؤیای بازگشت به وطن رو دارند، دوست دارن به وطن بازگردن. این بماند. اما در کنار این عرض کردم بسیاری از افراد موفق احساس گناه دارن و احساس میکنن نباید رها می‌کردن. من اصلا کاری به درستی و نادرستیش ندارم ها، من دارم توصیف می‌کنم. آره و به خاطر همین هم حالا اون الگوی بازگشت هم فرق میکنه. بسیاری از انسان‌های در واقع شکوفایی یافته مهاجران موفق دوست دارند که برگردند و احیانا هم میخواهند و میتوقعن برمیگردند به خاطر اینکه از آنچه که بهش دست یافتند در خودشون اتفاق افتاده، از این بخوان به اون جامعه مبدأشون سودی برسانند و اون احساس کنه تسکین پیدا کنه و البته اون احساس کسی بودن هم خیلی خودشون نمود پیدا میکنه، خیلی خودشون برجسته نشان خواهد داد. اما جالب اینه که گروه اول کمتر اینطوره، یعنی اونایی که از طریق انگیزه به بخاطر انگیزه کمبود رفته، اگر حالا پناهندگی نباشه و فلان بخوان برگردن، بیشتر میخواهند برگردن که بیان ببین ما رفتیم و بالاخره وضعمون خوب شد. یعنی شاید به قصد خود نشان دادنی و خود نمایاندنی برگردن، در حالی که گروه اول با انگیزه دیگه برگردن. بنابراین عرض کردم به احتمال خیلی زیاد و البته در میان اون گروه اول هم هستا، یعنی اینکه کمک و تقریبا در همه جوامع هم هستا، نمیخوام بگم که کاملا اونطوره، کمک‌های مالی خیلی موقع میفرستند یا تلاش‌های گوناگونی میخوان بکنن برگردن. این احساس بنابراین به طور طبیعی وجود داره. اما اگر بخوام جواب خودم یعنی نظر خودم بگم، خب شاید کسی که درباره منم بگه این خودش ارزه نداشته بره یا نه، یا به هر دلیل نرفته میخواد برای کار خودش توجیه کنه. صرف نظر از این واقعیت اینه که یکی از نیازهای مهم ما از دیدگاه چندین تئوری روانشناختی میشه گفت، یکی از نیازهای ما برای عرض کنم خدمتتون احساس رضایت از زندگی استعلاست. ترانسندنس نه به معنای متافیزیکیش، خب، بلکه به معنای از خود فرا رفتن به سوی دیگری. به این معنی که چی؟ به این معنی که من دقیقاً حداقل در جنبه‌هایی از زندگی، در فرصت‌هایی از زندگی، دیگری در انتخاب هام دیگری را هم در نظر بگیرم و حتی دیگری را ترجیح بدم. بنابراین آنچه وقتی معنای زندگیم را تعریف می‌کنم، وقتی ارزش زندگیم را تعریف می‌کنم و حتی وقتی به قول آلپورت خودم را آلپورت از اصطلاح خیشتن گسترش یافته استفاده می‌کنه، extended self استفاده می‌کنه، وقتی حتی خودم را تعریف کنم محدود به خودم و نیازها و خواسته‌های خودم نباشه و منافع خودم نباشه و حتما دیگری را هم در قبالش در نظر بگیرم. این نکته. بنابراین طبیعتاً از لحاظ اخلاقی این مسئله مهمه که من دیگری را هم در نظر بگیرم و در واقع هدفم و تصمیمم فقط خودم نباشه. از طرف دیگه دکتر بیایم یه ذره اگزیستانسیالیستی بهش نگاه کنیم، خب، و حتی بگم هایدگری بذاریم بهش نگاه کنیم. من اون اصطلاح دازاین رو به کار برم. دازاین یعنی در جهان بود. هایدگر از به جای انسان از دازاین استفاده میکنه به معنای خب در جهان بودن. یعنی آن کسی که من هستم، این خیلی مهمه. آن کسی که من هستم، من این لیوان نیستم که حالا هر جای دیگه این جهانم ببری همین لیوانه. خب من به عنوان یک انسان عمیقاً درگیر جهانی هستم که در اون هستم. درسته شخص من الان این موقعیتی که به هر حال دارم تقریبا میتونم بگم 80% انتخاب شخصیم بوده. یعنی از 22 سالگی تصمیم گرفتم مثلا استاد دانشگاه بشم، 10 سال پیش تصمیم گرفتم مثلا روانشناس بشم، یا همون 20 سال پیش تصمیم، یعنی برام ارزشمند بوده که مثلا بنویسم، ترجمه کنم و زحمت کشیدم براش، تلاش کردم که این فرد باشم. ولی واقعیتش این تمام اینها در تعامل با دیگری بود، با جهانم بوده. یعنی در این فضا من این کارا رو کردم و اون چه کسی که شدم، چه خوب یا چه بد، علیرغم اینکه باید مسئولیتش رو پذیرم، ولی در یک جهان شده و فردی و تنهایی این کارو نکردم. از طرف دیگه بود مهمی از این در جهان بودنم با دیگران بودنه. یعنی باز اصطلاح دقیق اصطلاح هایدگره که انسان با دیگران بودنه. یعنی هیچ موقع تو فردی در واقع فرد خودت نیستی و آنچه که هستی کاملا بستگی به این داره که با چه کسانی هستی و در واقع با چه کسانی در ارتباط داری. و البته اینجا دو تا نگاه هست. یه موقع اینه که من فقط میشه ظرفی برای آنچه که این جهان در من میریزه و دیگران در من میریزند، خب، و خودم در حقیقت هیچ نقشی در این گویی ندارم و بنابراین اصلا انسان اصیل به معنای اگزیستانسیالیستیش نیستم. یه موقع هست که نه، با وجود اینکه میپذیرم در این جهان تعامل دارم، با این جهان هست که من این شخص شدم، حالا چه خوب یا چه بد، و با وجود اینکه من با این انسان ها در تعامل با انسان ها آن کسی شدم که هستم، ولی به هر حال این نتیجه تعامل، تاثیرپذیری و انتخاب خودم هم هست. ولی در نهایت مسئله اینجاست که من چه در اینجا باشم، چه در جهان دیگه، در هر جای دیگه نمیتوانم با دیگران نباشم.
خب و در هر حال این با دیگران بودن بخش بسیار مهمی از وجود منه. هر زمان که من به خودم فکر میکنم، و حضرت علی به خودتون فکر میکنید، تا یک حدی منتها دیگه سلامت و ناسلامتش بستگی به میزان داره. تصوری که من از خودم دارم تا حد بسیار زیادی بر مبنای بازخوردهایی که از دیگران نسبت به خودم دارم، یعنی نگاه اطراف، خصوصا دیگران مهم برای من مهمه. وقتی من اتفاقا از اینجا میروم و وارد یک جهان جدید میشم، خب اونجا باز در حقیقت تصور من از خودم تا حد بسیار زیادی بستگی به این قضاوت‌ها و نگاه اون دیگران به من خواهد داشت. خب به همین اندازه به نظر من این مسئولیت من رو نشون میده. یعنی منی که در این جامعه به هر دلیل بزرگ شدم و در بزرگ شدن، یعنی از لحاظ رشدنی‌ها، از لحاظ به یک مثلا سن 40 سالگی رسیدم، 42 سالگی رسیدم، آنچه که هستم به هر حال حاصل تعامل با این مردمه و حاصل تعامل با جامعه، با این جامعه است. خب من قطعا حتی به عنوان مثلا یک معلم، تصوری که از معلمی خودم دارم، قضاوتم از معلمی خودم تا حد بسیار زیادی بر مبنای بازخوردی که از دانشجویانم میگیرم. خب و بنابراین به همون اندازه که این به طور طبیعت، به همون اندازه که این تأثیر رو پذیرفتم و این تأثیر رو میتونم درباره خودم ارزیابی مثبت از داشته باشم، به همون اندازه در قبالش مسئول هستم. یعنی نظر شخصی من این هست. اما واقعیتش اینه دکتر، من نمیتونم بر مبنای اینها، حتی اگر برای خودم هم، یعنی در تصمیم گیری خودم دخالتش بدم، نمیتونم از دیگران انتظار داشته باشم که حتما این ملاحظات رو در نظر بگیرن. آره، ولی شخصا احساس میکنم که اینطور هست. بذار یه چیزی بهتون بگم، شاید شما به من بخندید مثل خیلی از دوستان، چون واقعیتش اینه که معدودن دوستانی که دارم و بهم نگفتن چرا مهاجرت نمی‌کنی. میدونید، یعنی حتی در یکی دو هفته اخیرم بهم گفتن آره تو اینجا داری تلف میشی و فلان و فلان و اینا. خب و بعد من یه چیزی بهشون میگم باورتون نمیشه. بهشون میگم من واقعیتش اینه همه چیزو بذارم کنار، با وجودی که من کردم، در یک خانواده کردم بزرگ شدم و خب برام خیلی ارزشمند هست این به جای خودش، میگم از خیلی چیزا بتونم دل بکنم، از زبان فارسی نمیتونم دل بکنم. خب یعنی یک واقعیت هم هست. برای بعضی خنده‌دار میگن با دیوانه یا اصلا یعنی چی هستن، چرا اینجوری؟ میگم ببینید من میدونم که از اینجا برم، درست الان مطالعاتم خیلیش در واقع به زبان مگه ادبیات که فارسی میخونم، ولی مطالعاتم بیشتر به زبان انگلیسیه. خب ولی اصلا لذتی که از به فارسی درس دادن میبرم، لذتی که از به فارسی نوشتن میبرم، لذتی از به فارسی ترجمه کردن میبرم، اصلا نمیتونم اینا حس کنم از دست برم. و میدونم اگه از اینجا برم، خب از اینجا یعنی یک مسئولیت خاص نسبت به حداقل احساس میکنم. یعنی احساس میکنم که به هر حال چون ذهنم پرورده این زبانه، و این فرهنگه، احساس میکنم که حتما باید چیزی بهش اضافه کنم و حتما باید در واقع کاری براش بکنم به هر شیوهی. شاید حالا هیچ کاری نتونستم بکنم، ولی به هر حال چیزی که برام ارزشمند و احساس میکنم اگر از اینجا برم مثلا شخصا احساس میکنم اصلا اون همون لذت ها رو از دست میدم و هم تا حد زیادی از اون معنا و از اون ارزش دارم دور خواهم شد. خیلی خیلی جالب بود برام و ارزشمنده اینکه تکلیفتون رو با خودتون مشخص کردید و مسلماً به نظر من کار خیلی خوب و شایسته و ارزشمندی انجام دادید که بسیار جای تأمل و برای من خیلی قابل احترامه این دیدگاه. خیلی من از دستور هستم که خیلی برام قابل احترام هم زبان فارسی و هم کار کردن و شرافتمندانه کار کردن در جامعه خودمون. منم حالا گفتم که بنده هم به صورت واقعی واقعا مهاجرت نکردم، مدام در حال رفت و آمد هستم، ولی و همچنان بر سر دوراهی. یعنی از اون افرادی هستم، معدود افرادی هستم که از حالا این آخر کار که دیگه می‌خوام جلسه ببندیم، در طی این 6 سالی که به آلمان مرتباً رفت و آمد کردم، واقعا هنوز این سوال برام هست که اینجا جای من هست و یا نه، و به همین خاطر شدم کبوتر دو بام. یعنی آره، یعنی هم اینجا هستم مدت زمانی رو و هم حالا شاید تو این 5 6 سال بیشتر آلمان، کمتر ایران، بعضی سال‌ها حتی در زمان‌های بیشتر ایران خاطر مسائل خانوادگی و غیره، و بیشتر شاید یه زمان‌هایی هم میگم حتی ایران بیشتر بودم. و این دغدغه برای بنده هم همچنان بوده و هست و فارسی نوشتن و فارسی گفتگو کردن از لذت به سزای برخورداره. ولی این دلیل نمیشه که این برای همه اینطور باشه. دوستان کاملا شخصی دارن اینجا که اصلا از انگلیسی صحبت کردن و انگلیسی فیلم دیدن لذت میبره و میگه من اصلا تناسباتی با فارسی اونچنان ندارم. یا یکی از دوستان در کانادا بودن چند شب پیش، در کانادا ایران سالها تدریس کردند و سالها شاگردان بسیار بزرگی رو پرورشدن. الان ازشون پرسیدم چرا ایران نمیگفتن ایران یک کسی رو نداره. یعنی واقعا خیلی متفاوته اینکه شما ایران کسی رو داری نداری، دوستانی داری نداری، برای فارسی صحبت کردن چه اهمیتی قائلی. برای خیلی خیلی مهاجرت مسئله شخصیه که در این لایو به نظر من توسط شما به خوبی پرداخت شد و شاخص‌های مختلفش مطرح شد، انگیزه‌ها، پیامدها. یه دنیا سپاسگزارم از حضورتون در این جلسه. ما به خاطر اینکه گوشی افقی بود واقعا نمیتونستم من کامنت هرچم صورتمو جلو می‌بردم که بتونم این کامنت‌ها رو بخونم، ولی نمیشد. جسارت نباشه خدمت دوستان عزیز 40
50 نفر تا 55 نفر میشد، ولی 45 نفر به طور ثابت با ما همراه بودن و به من نشون میده این 45 نفر حداقل راضی بودن، چون که تا پایان جلسه همراهی کردن. این دلیل کافی باشه البته برای رضایت خاطر، چون میگیم که اگر راضی نبودن لایو رو ترک می‌کردن. امیدوارم کسانی که در آینده لایو رو می‌بینن بتونن همچنان استفاده بکنند. باز هم عذرخواهی می‌کنم اگر این حوزه تخصصی بنده نبود، خودم رو در سطحی دونستم که میزبان دکتر میرانی باشم به خاطر دغدغه‌ها که پیج ما و خود بنده داشتم و سوال‌های بسیار که میشد. گفتیم یک جلسه بذاریم که متخصص این امر در این باب صحبت کنه. من هم سعی کردم در مورد تجربه زیستم صحبت بکنم و استفاده کردم به شخص جناب. خیلی ممنونم دکتر. من از حضرت علی و همچنین همه دوستانی که چالا الان بودند و می‌بینن و چه در آینده فیلمو خواهند دید، بهترین هدیه‌ای که بخوان به من بدند، من همیشه از کلمه استفاده کردم، دلیل نداره بخوام بدن ولی چون خزینه‌ای نداره لطف کنن بدن به من، اینه که به هر حال حتما انتقاداتی خواهند داشت، خطاهایی خواهند دید، حتما بهم تذکر بدن، چون به هر حال مسئله برای من مسئله برای من مسئله مهمیه، دغدغه‌ام هست، دربارش فکر خواهم کرد، دربارش به طور جدی مطلب خواهم نوشت و فکر کنم شاید اولین مطلب جدی در این باره به زبان فارسی نوشته بشه، به این صورت منتشر بشه از با یک رویکرد خاص علمی. بنابراین قطعا لطف می‌کنید هر گونه نقد و انتقادی به هر زبانی و به هر شیوهی از طریق همین صفحه یا به هر شیوه دیگه به من برسونید، به من لطف کردید و از شما خیلی ممنونم که منو در حال قابل این دانستی در مورد متخصص در این زمینه صحبت کنم و خیلی 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 ممنونم ازتون، هم از شما و هم از همه دوستانی که زنده باشید. کامنت که خیلی مثبت. امیدوارم حالا اگه دوستان نقدی داشتن و ننوشتن، نقد منظورم انتقاد اینجا، حتما توی قسمت نظرسنجی که استوری میشه برای ما بنویسید. ما امیدواریم بتونیم این جلسه رو مکتوب هم بکنیم و بدیم خدمت آقای دکتر که تصحیحش کنن و منتشرش کنن رو سایت مؤثر روش دیگر، چون فکر می‌کنم بتونه به صورت مکتوب هم مؤثر باشه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما، همینطور برای دکتر میرانی عزیز به خاطر حضور در این جلسه ممنونم. اگر نکته آخری هست بفرمایید. اگر خدا خواهش می‌کنم. منم خداحافظی می‌کنم، نکته خاصی یادم نمیاد. البته من قطعاً فکر کنم این برنامه شما جز یک لایو ناقص دارم که قول دادم لایو قبلی هم ناقص بود انجام دادم، قطعاً در 1400 دیگه هیچ برنامه‌ای ندارم. ولی یک نکته که اصلا نمیشد وارد شد و خیلی جالبه در ادامه این بحث میشد بماند اگر روزی در آینده، اینه که ما در حال شخصیت‌های برجسته‌ای خصوصا در حوزه اندیشه مهاجر داریم. خب چه در نویسنده‌های بزرگ، شاعر و متفکرای اساتید برجسته فلسفی که آثار برجسته‌ای دارن و خب منم در این سالها از آثارشون استفاده کردم و همیشه هم برام جای افتخار داشتن. کاش چون اینجا دیگه در واقع اون نخبه‌های واقعا شکوفا شده ما که خیلی هاشون همینجا شکوفا شدن و بعد از شکوفایی رفتن و بعضی‌هاشون اونجا شکوفاتر شدن. به نظرم ارزیابی که نگیم، یک بررسی کلی اصلا یاد بگیریم از تجربه‌های اینها که در آثارشون بازیافته. خیلی من خودم دوست دارم هم درباره این مسئله مطلبی بنویسم، یعنی یک مطلب جدی بنویسم، مقاله جدی بنویسم، و هم کاش میشد، هم که نشد ولی کاش میشد که در این باره هم صحبت کنیم. مثلا ما نویسنده‌های مهاجر بزرگی داریم که آثار فارسی خیلی خیلی خوبی نوشتن در حیطه تفکر، چه اندیشه سیاسی و چه فلسفه معنای عامش، متفکران ارزشمندی داریم و به هر حال بررسی آثار اینها و دستاوردهای پس از مهاجرت و پیش از مهاجرت اینها خودش میتونه موضوع خیلی ارزشمند و جالب خودش میتونه یه پروژه، یه پرونده خیلی خوب باشه. سپاسگزارم و خیلی خیلی خوشحال شدم از تک تک حضار عزیز. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.